عنوان با شبها با صدای تو اینجا هستی با آوای بوف، کتاب ها را به صوت در میآوری. ما همراه شبها در همه رویاها، در حس خیالی دنیا را پیشتر میبری. بازخوانی داستان کربلا، نویسنده امیرحسین خنجی، انتشارات نشر الکترونیک وبگاه تاریخ ایران، راوی مهدی، شماره فایل 1، تاریخ اجرا 21 مرداد 1402، تعداد صفحات 162 صفحه. تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. پیشینه اختلافات خاندانی. بنی هاشم و بنی امیه، دو خاندان قریشی از دودمان قصی بن کلاب بودند و نسب هر دوشان به یک پدر به نام عبدمناف می رسید که پسر قصی بن کلاب بود. از این رو بنی هاشم و بنی امیه را بنی عبدمناف نامند، زیرا دو شاخه از یک خاندان قریشی بودند. پیدایش خاندان عبدمناف. قصی بن کلاب رئیس یک طایفه از قبیله بنی کنانه بود. بنی کنانه در سده 5 مسیحی در چند طایفه در کوهستان‌های کنار مکه جاگیر بودند. در آن زمان قبیله‌ای به نام خزاعه در مکه جاگیر بود. بنی کنانه می‌گفتند که مکه پیشترها از آن ما بوده و خزاعه از یمن آمده و مکه را از نیاکان ما گرفته و نیاکان ما را از مکه تارانده بوده است. جمعی از بنی کنانه به رهبری قصی بن کلاب در نیمه‌های سده 5 مسیحی، حدود 160 سال پیش از ظهور اسلام، به مکه حمله بردند. مکه را از دست قبیله خزاعه بیرون کشیدند. خزاعه را از مکه تاراندند و خودشان در مکه جاگیر شدند. بخشی دیگر از بنی کنانه که در گرفتن مکه با قصی همکاری نکرده بودند، همچنان در کنار مکه ماندند و نام کنانه را برای خودشان حفظ کردند. خاندان‌هایی از بنی کنانه که در مکه جاگیر شدند از این زمان یک قبیله مشخص را تشکیل دادند و نام قریش گرفتند، زیرا قریش که معنایش گردآورنده مردم در یک جا بود، در این زمان لقب قصی بن کلاب شد و قبیله نیز به او منسوب گردید. خاندان‌های تشکیل دهنده قبیله قریش در این زمان علاوه بر خانواده قصی عبارت بودند از بنی عدی، بنی مخزوم، بنی تیم، بنی سهم، بنی جمح و بنی زهره. قصی 4 پسر داشت به نامهای عبد قصی، عبدالعزا، عبدالدار و عبدمناف. عبد قصی بی فرزند از دنیا رفت و 3 پسر دیگر قصی در آینده 3 خاندان بنی عبددار، بنی اسد بن عبدالعزا و بنی عبدمناف را تشکیل دادند. عبدمناف 4 پسر داشت و فرزندان اینها در آینده 4 خاندان بنی عبدشمس، بنی هاشم، بنی نوفل و بنی مطلب را تشکیل دادند. بنی عبدشمس نیز در آینده 2 خاندان شدند که یکیش بنی امیه بود. سخن ما در این کتابچه درباره رقابت‌های بنی امیه و بنی هاشم بر سر ریاست است و با دیگران کاری نداریم. قصی پس از جاگیر کردن قریش در مکه رئیس و متولی کعبه شد. کعبه در آن زمان خانه الله و خداخانه مرکزی یک دسته‌بندی از 3 دسته‌بندی قبایل عربستان بود
که قبایل مزری نامیده می شدند و خدایان بزرگش هبل، علات و عزا بودند. قصی به عنوان متولی خانه الله رهبر دین مکه نیز بود. او یک سلسله ترتیبات نوینی را در مکه وضع کرد که حج کعبه و عبادت الله را تنظیم می کرد و درآمدهایی از گوشت و چرم و پشم شتران قربانی که حاجیان قبایل دستبندی مزری به مکه می آوردند تا در پیشگاه خدایانشان سر ببرند را به مردم قریش می رساند. قریشیان از این راه زندگی می گذراندند، زیرا مکه زمین برای کشاورزی نداشت و در پیرامون مکه نیز جانور چندانی برای شکار کردن نبود و حتی پیرامون مکه چراگاه چندانی نیز وجود نداشت تا مردم مکه چارپا پروری کنند. چون قصی از دنیا رفت، پسر بزرگش عبدالدار رئیس مکه و متولی کعبه شد و عبدمناف که پسر کهتر بود با او مخالفتی ننمود. چون عبدمناف و عبدالدار از دنیا رفتند، پسران عبدمناف که عبدالشمس و هاشم بودند ریاست مکه و تولیت کعبه را از دست پسران عبدالدار بیرون کشیدند و عبدالشمس که برادر بزرگتر بود رئیس مکه و متولی کعبه شد. مخالفت امیه با هاشم. چون عبدالشمس از دنیا رفت، بر سر ریاست مکه و تولیت کعبه میان هاشم پسر عبدمناف و امیه پسر عبدالشمس رقابت و درگیری افتاد. هاشم پیروز شد و امیه را مجبور کرد که از مکه برود و این در آغاز سده ششم مسیحی بود. امیه از آن پس با خانواده‌اش به بیابان جنوبی شام در شمال حجاز رفت و برای 10 سال در تبعید زیست و تا هاشم زنده بود به مکه برنگشت. پس از آن رقابت خاندان امیه یا بنی امیه با خاندان هاشم، همان بنی هاشم، ادامه یافت، ولی ریاست مکه و تولیت کعبه ابتدا به دست مطلب برادر هاشم، سپس به دست عبدالمطلب پسر هاشم افتاد. عبدالمطلب در سال 578 میلادی از دنیا رفت و پس از او ستیز قدرت بنی امیه و بنی هاشم به پیروزی بنی امیه انجامید و ریاست مکه به دست حرب پسر امیه افتاد. چندی بعد حرب در سفری که به چارواداری رفته بود در بیابانی کشته شد و گفته شد که یکی از جنها او را در زیر درختی کشته است. پس از او پسرش ابو سفیان که با رقابت ابو طالب پسر عبدالمطلب روبرو بود، با حمایت بنی مخزوم و بنی سهم و بنی جمح به ریاست مکه و تولیت کعبه رسید. به دنبال این رخدادها محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم از جانب الله تعالی به پیامبری و نمایندگی ویژه الله برگزیده شد و در سال 612 یا 613 مسیحی دعوت خویش را آشکار کرد. در این زمان قریش مکه به 2 دسته‌بندی تقسیم شده بودند: بنی هاشم و بنی مطلب و بنی زهره و بنی اسد و بنی تیم در یک دسته‌بندی بودند و بنی عبدشمس شامل بنی امیه و بنی عبددار و بنی مخزوم و بنی جمح و بنی سهم و بنی عدی در دسته‌بندی دیگر. جمعیت مکه نیز در این زمان اندکی کمتر از 3000 نفر بود که در حدود 600 خانه میزیستند. مخالفت ابو سفیان با پیامبر. با برگزیده شدن محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم به پیامبری و نمایندگی الله تعالی، رقابت قدرت خاندانی بنی امیه و بنی هاشم جهت نوینی به خود گرفت، به شکل رویارویی ابو سفیان و پیامبر. در این رویارویی بنی مخزم در کنار بنی امیه بودند. ابتدا جمعی از یاران پیامبر در زیر فشارها مجبور شدند که از مکه بگریزند و به حبشه هجرت کنند.
سپس فشارها بر پیامبر و یارانش ادامه یافت و سرانجام به مقاطعه همه جانبه بنی امیه و هم پیمانانشان بر ضد پیامبر و یارانش انجامید، تا جایی که پیامبر و یارانش مجبور شدند که از شهر بیرون بروند و بیش از 2 سال در یکی از دره‌های مکه موسوم به شعب ابوطالب که زمینی از آن ابوطالب بود زندگی پرمشقتی را تحمل کنند. سپس فشارهای ابوسفیان و همپیمانانش بر پیامبر به هجرت پیامبر و یارانش از مکه به یثرب انجامید، هجرتی که به دنبال آن پیامبر مکرم تشکیل حاکمیت مدینه داد و برنامه گرفتن مکه و گسترش دادن دین الله تعالی را دنبال کرد. 1 سال و نیمی پس از هجرت پیامبر به مدینه جنگ بدر رخ داد که پیامبر همه سران بنی امیه و بنی مخزوم از جمله یک پسر ابوسفیان را کشت. هر 2 برادران زن ابوسفیان و یک برادرزاده زن ابوسفیان نیز از جمله کشتگان بودند. پس از جنگ بدر به جز ابوسفیان که در آن هنگام در سفر بازرگانی بود، هیچ کس از سران خاندان عبدشمس زنده نمانده بود. پس از آن نیز جنگ‌های احد و احزاب یا خندق را ابوسفیان با کمک قبایل همسایه مکه بر ضد پیامبر به راه افکند که در هدفش ناکام ماند. سپس چند سال بعد در اواخر سال 8 هجری پیامبر در یک لشکرکشی بسیار سریع و غافلگیر کننده مکه را به تسلیم کشانده ابوسفیان را از ریاست برداشت و نماینده خودش مردی به نام عتاب ابن اسید را به ریاست مکه گماشت. ابوسفیان از آن زمان به یکی از رعایای پیامبر تبدیل شد و چند ماه بعد با خانواده‌اش به مدینه رفته در شهر پیامبر جاگیر شد و دیگر هرگز به مکه برنگشت. ابوسفیان در این زمان پدرزن پیامبر نیز بود، زیرا پیامبر چندی پیش یکی از دختران بیوه شده او، ام حبیبه که پیشترها با شوهرش مسلمان شده بود را به زنی گرفته بود. 1 سال پس از گرفتن مکه پیامبر اکرم با به تسلیم کشاندن طائف، 3مین شهر حجاز، رئیس کل حجاز شد. پیش از آن که پیامبر از دنیا رفته باشد، همه بنی امیه و بنی هاشم و چند خاندان دیگر قریشی مکه را برای همیشه رها کرده به مدینه رفته و در مدینه جاگیر شدند و شهروندان ابدی مدینه شده بودند. پس از درگذشت پیامبر ابتدا ابوبکر از خاندان بنی تیم، سپس عمر از خاندان بنی عدی جانشین او شدند. هیچ کدام از این 2 از تبار قصی و از خاندان عبدمناف نبود. در دوران خلافت ابوبکر و عمر خاندان عبدمناف در درجه 2 اهمیت قرار گرفتند و رقابت‌های بنی امیه و بنی هاشم نیز برای مدتی به حاشیه رفت. پس از درگذشت عمر نوبت به خلیفه شدن عثمان رسید که از بنی امیه بود و در یک نظرخواهی انتخاباتی آزاد که در خلال 3 روز در مدینه برای او و علی انجام گرفت، او از جانب عبدالرحمن عوف که ناظر بر نظرخواهی 3 روزه بود برنده انتخابات اعلام شده به خلافت رسید. با خلیفه شدن عثمان بار دیگر رقابت‌های دیرینه بنی هاشم و بنی امیه زنده شد و علی که تا این زمان از حمایت طلحه همریش پیامبر از بنی تیم و زبیر همریش پیامبر از بنی اسد برخوردار بود، در برابر عثمان قرار گرفت و در همان ساعت نخست بیعت با عثمان در مسجد پیامبر گفت که نیرنگ پیچیده به کار رفته و حق من زیر پا شده است تا عثمان خلیفه شود و با فشار و تشر عبدالرحمن عوف و برخی دیگر از اصحاب پیامبر مجبور به بیعت با عثمان شد. سرانجام عثمان در شورشی که جمعی از جهادگران کوفه و بصره و مصر به رهبری مالک اشتر نخعی از یمنی‌های جاگیر شده در کوفه به راه افکندند کشته شد
و علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب از خاندان بنی هاشم به خلافت رسید و این در روز 18 ذی‌حجه سال 35 هجری بود. با خلیفه شدن علی رقابت بنی امیه و بنی هاشم اوج گرفت. بنی امیه به زعامت معاویه پسر ابی سفیان با حاکمیت او به مخالفت جدی برخاستند و او را برانگیزنده کشندگان عثمان شمردند و این به زودی به سوی خشونت شدید خونبارانه پیش رفت و پیروزی نهایی را از آن بنی امیه کرد. فرزندان ابو سفیان در شام. افراد خاندان اموی از دیر زمان و از هنگامی که امیه به عنوان تبعیدی در بیابان شام میزیست با عربهای شام در ارتباط بودند. پس از آن ابو سفیان در سفرهای بازرگانی به شام شناخت فراوانی از قبایل بیابانهای شام به دست آورده بود و با برخی از سران این قبایل روابط دوستانه داشت. در فتوحات زمان ابوبکر یزید پسر بزرگتر ابو سفیان فرماندهی یک لشکر جهادگر را در لشکرکشی به شام بر عهده داشت و برادرش معاویه نیز همراه او بود. فرماندهان دیگر این لشکرها ابو عبیده جراح و عمرو عاص و خالد بن ولید و اکرمه پسر ابو جهل بودند. همگی از هم پیمانان بنی امیه. اکرمه در همان اوایل فتوحات و در نبرد اجنادین در غرب اورشلیم کشته شد. ابو عبیده و خالد بن ولید و یزید ابو سفیان و عمرو عاص به جهاد ادامه دادند تا سراسر فلسطین و بخش عمده شام را برای اسلام گشودند و دمشق را مرکز حاکمیت اسلام در شام کردند. در سال 18 هجری ابو عبیده و یزید ابو سفیان به دنبال هم از دنیا رفتند. عمرو عاص که فلسطین را گرفته بود نیز جهادگرانی که با خود داشت را برداشته از راه غزه به مصر رفت و مصر را گرفت و آنجا ماندگار شد. به دنبال این رخدادها خلیفه عمر حکم فرماندهی جهادگران شام را برای معاویه پسر دیگر ابو سفیان فرستاد. معاویه در اواخر سال 19 یا اوایل 20 هجری شمسی شهر مقاوم قیصریه یا کیساریه را نیز تصرف کرد و فتوحات در شام را به مرحله نهایی رساند. معاویه در خلافت عمر فرمانده جهادگران شام یا فرماندار شام و عمرو عاص فرمانده جهادگران مصر یا همان فرماندار مصر بود. چون عمر از دنیا رفت، عثمان که پسر عموی معاویه بود به خلافت رسید و معاویه را در منصبی که از عمر دریافت کرده بود ابقا کرد. ابو سفیان هنوز زنده بود و با چشمانی که در آن اواخر نابینا شده بود بازی روزگار را می نگریست و می دید که اگر حاکمیت مکه را محمد از او گرفت، اکنون به برکت دین محمد و شمشیر جهادگران حاکمیت و سرنوشت سرزمین پهناور و پربرکت شام به دست پسرش معاویه افتاده و معاویه عملاً پادشاه نسبتاً خودمختار کشور پهناوری شده است که سوریه و اردن و فلسطین و لبنان را در بر می گرفت. ابو سفیان 11 سال از این حاکمیت پر اقتدار پسرش معاویه را دید و به عنوان مشاور در کنار او بود و در سال 31 هجری در دمشق از دنیا رفت. ابو حیان توحیدی نوشته که ابو سفیان در سفری که به مدینه کرد بر سر قبر حمزه عموی پیامبر رفت و خطاب به حمزه چنین گفت: ما و شما بر سر موضوعی با یکدیگر نبرد کردیم و ما برنده شدیم. این حمزه در جنگ احد به فرمان هند زن ابو سفیان کشته شده بود و هند جگرش را بیرون آورده بود، زیرا او و علی 2 برادر و 1 برادرزاده هند و 1 پسر هند را در جنگ بدر کشته بودند. البته خطاب ابو سفیان به طور غیر مستقیم به پیامبر هم بود
و این در زمان خلافت عثمان عموزاده ابو سفیان بود. معاویه تا پایان سال 35 هجری که عثمان از دنیا رفت حاکم سراسر شام بود. وقتی علی به خلافت رسید نزدیک به 17 سال پیوسته بود که در شام حکومت می‌کرد. او در این رهگذر نیروی بسیاری به هم رسانده، سپاه منسجم و گوش به فرمانی برای خود تشکیل داده بود و برنامه‌هایش را برای تحکیم پایه‌های قدرت خاندانی در شام دنبال می‌کرد. نیز معاویه برای مقابله با تلاش‌هایی که رومیان برای واپسگیری شام به کار می‌بردند، نیروی دریایی پرقدرتی ایجاد کرده بود که کارایی‌اش را با درهم کوفتن نیروی رومیان در نبرد دریایی ذات السواری به خوبی نشان داد و مرزهای شام را برای همیشه مصون داشت. جزایر قبرس و مالت را به توسط همین نیروی دریایی کارآمد و سپاهیان گوش به فرمان تسخیر کرده به قلمرو حاکمیت اسلام و در حقیقت قلمرو حاکمیت خودش افزود. مخالفت معاویه با علی. امام علی همین که به خلافت نشست تصمیم گرفت که همه بنی امیه و وابستگانشان را از مصادر کارهای دولتی برکنار کند و به کسانی که به او مشورت دادند که در این اقدامش شتاب نورزد پاسخ داد که من برای آنها چیزی جز شمشیر ندارم. ولی معاویه که سهامدار اصلی فتوحات اسلام در شام بود و سالها بر شام حکومت کرده بود و خودش را صاحب شام می‌شمرد، در برابر تصمیم او ایستاد و از به رسمیت شناختن خلافت او خودداری ورزید. او را حامی کشندگان عثمان معرفی کرد و از او خواست که کشندگان عثمان را به او تحویل دهد تا باز کشد که داستانش دراز است. این موضوع سرانجام به لشکرکشی علی به شام برای نابودگری معاویه و رویارویی بسیار خونین علی و معاویه در جنگ بدفرجام موسوم به صفین انجامید که 10,000 کشته از دو طرف گرفت بی آنکه پیروزی یک طرف را گره بزند. سرانجام با بازی بسیار زیرکانه بردی که عمرو عاص یاور معاویه و مرد با تدبیر قریش به راه افکند و جای سخن دربارش در این کتابچه نیست، موضوع حکمیت یا میانجیگری به پیش آمد. دو داور از جانب علی و معاویه، یکی ابو موسی اشعری از عربهای عراق و دیگری عمرو بن عاص از عربهای شام، به عنوان دو نماینده تامل اختیار دو طرف تعیین شدند تا درباره اختلاف آن دو نظر بدهند. باز هم با بازی چالاکانه عمرو عاص، داوران که ابو موسی اشعری و عمرو عاص بودند در رمضان سال 37 هجری رأی به برکناری علی از خلافت دادند و عمرو عاص به مسلمین پیشنهاد کرد که با معاویه به عنوان خلیفه بیعت کنند که این نیز داستانش دراز است. چون رأی داوران به برکناری علی صادر شد، در شام همه جهادگران با معاویه بیعت کردند و او را امیرالمؤمنین نامیدند. در عراق علی با مخالفت بخشی از یاران خودش مواجه شد که به خوارج موسوم شدند. کشتاری که او در نهروان از خوارج کرد و پنداشت که چشم فتنه را برکنده است و نیز کشتارهای دیگری که در چند جای دیگر عراق از آنها کرد، رویارویی خوارج با او را به نقطه بی بازگشت رساند. سرانجام عبدالرحمن ملجم مرادی از یک طایفه قبیله یمنی کنده و جاگیر شده در کوفه به دست یاری چند تن از خوارج علی را ترور کردند. پس از درگذشت علی پسر بزرگش حسن را سران قبایل کوفه به جانشینی او انتخاب کردند، ولی معاویه که خودش را به درستی برنده قضیه حکمیت و امام منتخب جهادگران شام مینامید، با خلیفه شدن حسن مخالفت نمود و برای برکنار کردن او به عراق لشکر کشید. سرانجام با بازی‌های بسیار چالاکانه‌ای که معاویه
در انداخت و داستانش در کتابها آمده است، حسن مجبور شد که با معاویه مذاکره و آشتی کند، خلافت و جانشینی پیامبر را به او واگذارد، با او به عنوان امیرالمؤمنین معاویه بیعت کند و خودش با همه افراد خاندانش به مدینه برگردد و به انتظار درگذشت معاویه بنشیند. ولی عمر حسن وفا نکرد که درگذشت معاویه را به چشم ببیند و در سال 49 هجری به زهری که یکی از زنان خودش به او خوراند، جهان انسانها را رها کرده به دیدار پروردگارش شتافت. بازخوانی داستان کربلا. نویسنده امیرحسین خنجی. فایل دوم. AvoyaBook.com. مخالفت حسین با معاویه. معاویه که در فتوحات شام سهم اساسی داشت و سپس خلافت را با زور شمشیر و به تدبیر و نیرنگ به چنگ آورده بود، بر آن بود که آن را در خاندان خودش موروثی کند. زمینه ها را چنان فراهم آورد که وقتی او از دنیا رفت، پسرش یزید خلیفه و امیرالمؤمنین شود. ولی تا حسن ابن علی زنده بود دست به این کار نزد، زیرا حسن در قرارداد آشتی با او شرط کرده بود که کسی را به عنوان جانشین خودش تعیین و معرفی نکند. او چند سالی پس از درگذشت حسن، زمزمه های ولیعهد شدن پسرش یزید را توسط شماری از وفادارانش از سران قبایل جهادگر در شام و عراق بر سر زبانها افکند تا نبض مخالفان جانشینی او را بیازماید و به راههایی که مناسب میدید آمادگی پذیرش او را در ذهنها فراهم سازد و سپس او را در هنگام مناسب به عنوان ولیعهد معرفی کند. در 2-3 سال آینده این موضوع از حد زمزمه تصمیم به ولیعهد کردن یزید فراتر نرفت. او به خوبی می‌دانست که هنوز زمان آن نرسیده است که سنت‌های قبایلی عرب پذیرای مرد جوانی در سن یزید به مقام امیرالمؤمنین و ریاست بر کل عرب‌ها باشد. از این گذشته رسم میراثی بودن ریاست قبیله در قریش وجود نداشت. رئیس قریش پس از درگذشت رئیس فعلی با اتفاق آرای ریش سفیدان برگزیده میشد. به بیان دیگر، موضوع انتصاب رئیس در حیات رئیس فعلی هنوز برای قریشیان جان نیفتاده بود. تنها موردی که رئیس فعلی جانشین خودش را معرفی کرده بود مورد عمر بود که ابوبکر بر بستر مرگش وصیتی کتبی به او داده و او را جانشین خودش کرد. اما عمر نه تنها عضو خانواده ابوبکر نبود، بلکه از طایفه‌ای جز طایفه او بود و اقدام ابوبکر به مثابه موروثی کردن خلافت نبود. به علاوه عمر به حکم آنکه مشاور دوم پیامبر اکرم در زمان حیات پیامبر بود، مرد مقبول عموم اصحاب پیامبر برای جانشینی ابوبکر بود و هیچ کس از صحابه پیامبر با خلیفه شدن او مخالفتی نداشت. معاویه پس از درگذشت حسن برای مدت 4 سال با بردباری موضوع این که شایسته است یزید ولیعهد او شود را پیوسته به گوش سران قبایل عرب میرساند و از هر کس نشانه مخالفتی میدید او را با مال و منصب خشنود و ساکت میکرد. تا سال 55 هجری همه بازماندگان اصحاب برجسته پیامبر از دنیا رفته بودند و کسی از آنها باقی نمانده بود، ولی فرزندانشان نیز شخصیت بودند. کسانی از فرزندان اصحاب پیامبر که مخالفتشان با ولیعهد شدن یزید اثرگذار بود، یکی حسین پسر علی، دیگری عبدالله پسر زبیر و سوم عبدالله پسر عمر بود.
عبدالله عمر روزگار را به عبادت می‌گذراند، به دنیای دیگران کاری نداشت و خودش را با نماز و روزه و ذکر و تسبیح برای تحویل گرفتن بهشت جاوید اخروی آماده می‌کرد. اما هر کدام از عبدالله زبیر و حسین ابن علی در انتظار بود که پس از درگذشت معاویه به خلافت دست یابد. مخالف اصلی معاویه تا این زمان حسین بود که البته همراه برادرش حسن با معاویه بیعت کرده بود، ولی از بیان این واقعیت برای شیعیان پدرش خودداری نمی کرد که از روی ناچاری تن به بیعت داده و منتظر فرصت است تا پس از مرگ معاویه برای دستیابی به خلافت اقدام کند. ابن قتیبه نوشته است که حسین یک بار به سلیمان ابن سرد خزاعی گفت: تا وقتی معاویه زنده است شیعیان ما باید در سکوت در خانه هایشان زندگی کنند. من از روی ناچاری تن به این بیعت دادم و راه دیگری هم نداشتم. وقتی معاویه بمیرد من و شما تصمیم خودمان را خواهیم گرفت. این سلیمان ابن سرد از قبیله خزاعه بود که گفتیم پیشترها در کنار مکه جاگیر بودند. خزاعه از زمان عبدالمطلب به بعد هم پیمان بنی هاشم و مخالف بنی امیه بودند. لذا اکنون سلیمان ابن سرد که رئیس قبیله خزاعه بود که در کوفه جاگیر شده بودند، خواهان انتقال خلافت به بنی هاشم بود. شخص دیگری از قریش که احتمال می رفت در رابطه با ولایت عهدی یزید مخالفت نشان دهد، سعید پسر عثمان بود. او را معاویه در سال 56 به حاکمیت خراسان فرستاد تا از مرکز رخدادهای شام و حجاز به دور باشد. نوشتند که سعید عثمان انتظار داشت که معاویه وی را به جانشینی خودش منصوب کند و این موضوع را در مجلسی نیز مطرح کرده بود، ولی معاویه به او گفت که در نظر دارد یزید را ولیعهد خویش کند و او را نیز راضی خواهد کرد. سعید خواستار حاکمیت بر خراسان شد و معاویه خراسان را به او داد. اسحاق پسر طلحه نیز به خاطر موقعیت پدرش انتظار داشت که شاید پس از درگذشت معاویه به خلافت انتخاب شود. او را نیز معاویه با منصب مسئول گردآوری مالیات‌های خراسان همراه سعید کرد، ولی این اسحاق طلحه به خراسان نرسیده در ری درگذشت. مردن او ناگهانی بود، شاید هم به زهری از میان برداشته شد. سعید عثمان فتوحات اندکی در خراسان کرد، ولی در خراسان نماند و با اموال تاراجی و پسرکان و دخترکانی که برای خشنود کردن خدایش از خانه‌های ایرانیان خراسان بیرون کشیده بود به مدینه برگشت. بیدرنگ در یک توطئه پیچیده در خانه خودش ترور شد. گفته شد که او اسیرانی از اشراف زادگان ایرانی را با خودش آورده بود و آنها او را کشتند و خودشان را نیز کشتند. حقیقت موضوع ترور او هیچگاه برای کسی معلوم نشد. کسی هم در ترور او انگشت اتهام به سوی معاویه نگرفت. عبدالرحمن پسر ابوبکر برادر مادری عایشه نیز زنده بود، ولی پیرمردی خوشگذران بود که کاری جز عبادت کردن و زن گرفتن و کنیز خریدن نداشت و از مستمری هایی که معاویه برایش میفرستاد و از درآمد زمین هایی که اینجا و آنجا داشت زندگی را به کام میگذراند. معاویه نیز درباره‌اش به یزید گفته بود که او خطری ندارد، زیرا پیرمردی است که پایش بر لب گور است و سرش به زنها گرم است و با تو کاری نخواهد داشت. با این حال پیشینه‌ای که او به خاطر پدر و خواهرش ابوبکر و عایشه نزد مردم مدینه داشت، چنانچه درباره انتصاب یزید سخن خلاف‌انگیزی می‌گفت، ممکن بود که در مردم تأثیر بگذارد و اجرای برنامه را برای معاویه مشکل سازد. اتفاقاً او در این میان از دنیا رفت. نوشتند که چون خبرش به معاویه رسید به یزید گفت:
خدا شر عبدالرحمن ابوبکر را از سر تو دور کرد. عمر پسر سعد ابی وقاص، عمر سعد، نیز به خاطر پیشینه خوشنامانه پدرش نام و احترامی در میان سران قبایل جهادگر داشت، ولی مرد میدان سیاست نبود و چندان تدبیری هم نداشت. لذا معاویه او را به چیزی نمی گرفت و به حال خود رهایش کرده بود. او همچنان در مدینه زندگی می گذراند و گاه برای دریافت مستمری به شام می رفت. تا پایان سال 58 هجری معاویه همه زمینه ها را برای ولیعهد کردن یزید فراهم آورده بود. او در این زمان یکی از بازماندگان اصحاب پیامبر به نام نعمان ابن بشیر انصاری از بومیان مدینه که از جهادگران جاگیر شده در دمشق و از زمان عثمان هواخواه خاندان بنی امیه بود را به حاکمیت کوفه فرستاد. معاویه امید داشت که اگر بقایایی از مخالفت با ولیعهد شدن یزید در میان سران قبایل کوفه وجود داشته باشد، به تدبیر او از میان برود و کوفه یک دست شود و برای بیعت با یزید مشکلی پیش نیاید. مرد نیرومند و با تدبیر خاندان اموی که احتمال داشت با انتصاب یزید جوانسال مخالفت کند، مروان حکم از عموزادگان معاویه و شوهر دختر خلیفه عثمان بود که در این زمان حاکمیت مدینه را داشت. معاویه در سال 59 او را از حاکمیت مدینه برکنار کرده برخی از اموال و املاکش را مصادره کرد تا او را تضعیف کند و حاکمیت مدینه را به برادرزاده خودش ولید داد. معاویه پس از تهیه همه مقدمات لازم و مذاکره با برجسته ترین شخصیت‌های شام و عراق، سران قبایل جهادگر و اطمینان از حمایت آنها، در اواخر سال 59 در جلسه‌ای که با شرکت عموم سران قبایل شام و عراق برگزار کرد، یزید را به جانشینی خودش منصوب نمود. ابن قتیبه نوشته که سخنوران در مجلس معاویه یکی یکی برخاسته درباره شایستگی یزید سخن گفتند. کسانی از حاضران خوش نداشتند که با یزید بیعت کنند. مردی از بنی عذره نامش یزید ابن مقنع برخاسته سر شمشیر را به اندازه 1 وجب از غلاف بیرون آورد و اشاره به معاویه کرده گفت: این امیرالمؤمنین است. آنگاه به یزید اشاره کرد و گفت: اگر آن مرد این امیرالمؤمنین است. سپس سر شمشیر را رو به مردم داد و گفت: هر که مخالفت نمود سر و کارش با این است. و نشست. معاویه به او گفت: تو رئیس سخنوران هستی. ابوالعباس مبرد نوشته که معاویه به احنف ابن قیس رئیس بزرگ قبایل بنی تیم جاگیر شده در بصره و کوفه گفت: تو نیز برخیز و چیزی بگو. احنف گفت: اگر دروغ بگویم از کیفر خدایی میترسم و اگر راست بگویم از کیفر شما میترسم. معاویه گفت: به خاطر فرمانبرداریت خدا به تو پاداش نیکو دهاد. و نوشته که چون مجلس ورچیده شد و حاضران مرخص شدند و بیرون رفتند، مردی از سران قبایل عراق به احنف گفت: من میدانم که معاویه و پسرش بدترین مخلوقات خدا هستند، ولی مالها را در خزانه ها نهاده و در و دیوار را بربسته و کلیدهایش را محکم نگاه داشتند و ما چاره نداریم مگر که با چنین سخنانی این مالها را از دستشان بیرون بکشیم. احنف گفت: آدم درو نزد خدا آبرویی ندارد. اما انتصاب یزید در خاندان اموی بی مخالف نبود. مروان حکم با خشم راهی دمشق شد و به نزد معاویه رفته او را به خاطر این اقدامش به سختی نکوهید و گفت: تو به جای آن که امور مسلمین را به افراد شایسته واگذاری، آن را به یک بچه واگذار کرده ای؟ و نوشتند که مروان اقدام معاویه را
کاری بی سابقه و ناپسند توصیف کرد و گفت کار مسلمین به جایی رسیده که باید از جوانان خام و بی تجربه اطاعت کنند و چنان شده که هر تصمیمی که گرفته می شود بزرگان و اهل رأی و مشورت بیخبر می مانند و به هیچ گرفته می شوند. لکن معاویه با سخنان نرم و با وعده‌هایی و با دادن مبلغی مال راضیش کرد. معاویه سپس به مدینه رفت تا از سران مدینه برای یزید بیعت بگیرد. بیشتر مردم مدینه بیعت کردند. عبدالله عمر و پسران علی و پسران زبیر خودشان را به کنار کشیدند. معاویه صلاح را در آن دید که به آنها فشار نیاورد. اما ابن حنفیه محمد ابن علی برادر حسین بیعت کرد. بلازری نوشته که ابن حنفیه بدون چانه زنی و اعتراض بیعت کرد. معاویه به این خاطر به او احترام بسیار می نهاد و به او می رسید و در مجلسش از او به نیکی یاد می کرد و یک بار گفت در همه قریش کسی نیست که از نظر حلم و علم و فضل و پاکی و دوری از تکبر و غرور به پایه محمد ابن علی برسد. مروان گفت ما هم می دانیم که او صفات نیک بسیار دارد، ولی اینها که درباره او گفته می شود در قریش کسانی هستند که از او برترند. معاویه گفت کسی که در برابر مردم تظاهر به فضیلت و داشتن اخلاق نیکو می کند با کسی که ذاتاً این صفات را دارد یکسان نیست. و افزوده که یزید وقتی به خلافت نشست از ابن حنفیه قدردانی نمود. معاویه پیشبینی می‌کرد که پس از او کسانی از فرزندان اصحاب طراز اول پیامبر با خلافت یزید به مخالفت برخیزند و نگذارند که خلافتش سامان بگیرد. او عبدالله عمر را آزموده بود و اطمینان داشت که هوای خلافت در سر ندارد و دست به کاری نخواهد زد. ولی از عبدالله زبیر و حسین ابن علی در اندیشه بود. او روحیه یزید را به خوبی می شناخت و بیم داشت که یزید نتواند با بردباری و تدبیر از پس آنها برآید و حتما دست به کرداری خواهد زد که سبب تضعیف حاکمیت اموی خواهد شد. او به یزید توصیه کرد که اگر حسین ابن علی بشورد و شکست یابد او را مورد بخشایش قرار دهد و اگر عبدالله زبیر بشورد به چیزی جز تسلیم کامل او راضی نشود و به یزید سفارش اکید کرد که به حمایت قریشیان نیازمند است و تا میتواند بکوشد که از رنجاندن قریشیان خودداری ورزد. متن راهنمودنامه او به یزید را چنین آوردند: مردم حجاز اصل و ریشه تو هستند. هر کدامشان که به نزد تو بیاید را اکرام کن و هر کدامشان که نیاید را با بخشش‌هایت دریاب. اگر مردم عراق هر روز از تو بخواهند که حاکمی را تعویض کنی، همان کن که آنها می‌خواهند، زیرا برکنار کردن یک حاکم بهتر از آن است که 100,000 شمشیر بر ضد تو آخته شود. مردم شام یاوران و مشاوران نزدیک تو هستند. هر مشکلی که برایت به پیش آید به نیروی مردم شام با آن مقابله کن و چون از آن فراغت یافتی شامیان را به شام برگردان، زیرا اگر در جاهای دوردست جاگیر شوند اخلاقشان عوض خواهد شد. در میان قریشیان 3 تن هستند که من از آنها بیمناکم. یکی حسین پسر علی، دیگر عبدالله پسر عمر، سوم عبدالله پسر زبیر. و اما عبدالله عمر مردی است که در بند عقیده خیش است و چیزی از تو مطالبه نخواهد کرد. و اما حسین مردی تحریک پذیر است و من امیدوارم که الله متعال وی را به قاتلان پدرش یعنی خوارج مشغول بدارد. نسبت حسین به تو نزدیک است و او حقی عظیم دارد و دارای امتیاز وابستگی خانوادگی با محمد است.
گمان میکنم که مردم عراق دست از سرش بر ندارند تا او را برپا کنند. اگر شورید و بر او دست یافتی از او درگذر، که اگر من به جای تو باشم از او در خواهم گذشت. و اما عبدالله زبیر کفتار مکاری است. اگر بر تو شورید همه نیرویت را در سرکوبش به کار گیر، مگر که ملتمسانه خواهان آشتی شود، و اگر چنین کرد از او بپذیر. معاویه کوشید که تا زنده است حسین و عبدالله زبیر و عبدالله عمر را با فرستادن پیک و نامه و تشر و تشویق و تحبیب وادار به بیعت با یزید کند، ولی تلاشهایش بیهوده رفت. سپس تلاش کرد که آنها را وادار به سکوت کند تا درباره انتصاب یزید سخن خلاف‌انگیز نگویند، و آنها برای او تأکید فرستادند که دست به هیچ اقدام اختلاف‌انگیزی نخواهند زد و درباره این موضوع سخنی بر زبان نخواهند آورد. یکی از تشرنامه‌های معاویه به حسین و پاسخ حسین به آن را بلازری چنین آورده است: خبرهایی درباره تو به من رسیده است که دلم نمیخواست که میرسید. اگر میدیدم که حق گفته ای چیزی به تو نمیگفتم، به جان خودم که کسی که دست بیعت داده و عهد و پیمان خدایی را پذیرفته است شایسته است که به آن وفادار بماند. اگر چیزهایی که درباره تو شنیدم نادرست باشد، تو به خاطرش خوشبخت ترین مردم خواهی بود، زیرا وفاداریت به عهد و پیمان خدایی را نگاه داشته ای. مرا وادار مکن که از تو ببرم و به تو بدی کنم. بدان که اگر بر ضد من توطئه بچینی، من نیز درباره‌ات توطئه خواهم چید. از ایجاد تفرقه در میان این امت بپرهیز و کاری مکن که به دست تو فتنه ای دیگر باره برپا شود. من مردم را آزمودم و آنها را نیک میشناسم. پدر تو برتر و شایسته تر از تو بود و کسانی که اکنون به تو روی آورده اند همگی در فرمان او بودند. من فکر نمی کنم که آنچه امر او را به تباهی کشاند امر تو را به سامان برساند. پس درباره خودت و دینت اندیشه کن و مبادا کسانی که نمی شود بر آنها اعتماد کرد تو را به بازی دهند. و حسین به نامه چنین پاسخ داد: هرچه که درباره من شنیده ای گفته های سخنچینان دو به همزن است. من نه در صدد به راه انداختن جنگی بر ضد تو هستم و نه تصمیم دارم که با تو مخالفت ورزم. الله می داند که من اینها را از دست نهادم و به خاطر از دست نهادنشان از الله در بیمم و فکر نمی کنم که الله از من خوشنود باشد که تو را به داوری او نکشیدم، و مطمئنم که عذر مرا درباره تو و حامیان کجدین بدراه تو که حزب ستمگران و اولیای شیطانند نخواهد پذیرفت. مگر تو حجر ابن عدی و یاران نمازگزار پارسای او را که ستم تحمل نمی کردند و با بدعتها مخالف بودند و در راه الله از سرزنش نمی هراسیدند را پس از آن که با سوگند و پیمان محکم به آنها امان دادی ظالمانه نکشتی؟ مگر تو کشنده عمرو ابن حمق نیستی که یار پیامبر بود و چهرهش را عبادت زرد کرد و تنش را نحیف کرده بود؟ مگر تو زیاد ابن سمیه که بر روی بستر عبید آن غلام ثقفی ها زاییده بود را برادر خودت نکردی و ادعا ننمودی که فرزند پدرت است، در حالی که پیامبر گفته که فرزند از آن بستر است؟ مگر تو با این کارت سنت پیامبر را از دست ننهادی و فرمانهای او را تعمدن رها نکردی و با زیر پا نهادن سخن پیامبر پیرو هوای خود نشدی؟ مگر تو پس از آن او را بر مردم عراق مسلط نکردی تا دست مسلمین را ببرد و چشمانشان را به در آورد و بر فراز تنه نخلها بر دار کشدشان؟ انگار که تو از این امت نیستی و این امت از تو نیستند.
مگر تو به زیاد نفرمودی که آن دوتا حضرمی که گفته بودند دین ما دین علیست را بگیرد و بکشد؟ مگر دین علی جز دین محمد است که به خاطرش با پدر تو می جنگید و تو با این ادعا که از این دین پیروی می کنی بر این جایگاه نشسته ای؟ این تویی که باید به خودت و دینت بنگری و از تفرقه افکندن در میان مردم و برگرداندنشان به فتنه بپرهیزی. من هیچ فتنه‌ای بزرگتر از این نمی بینم که تو امور این امت را در دست داری و فکر نمی کنم که هیچ کاری برای خودم و دینم برتر از جهاد با تو باشد. اگر با تو جهاد کنم به خاطر خوشنودی الله خواهد بود. دست کشیدنم از جهاد با تو گناه است و از الله می خواهم که از تقصیرم درگذرد. و اما درباره توطئه چیدن بر ضد من، بدان که اگر چنین کنی ضررش بیش از هر کس به تو خواهد رسید، همچنان که با آن چند تن کردی که کشتی و تکه پاره کردی بی آن که پیمانشان با تو را شکسته باشند یا به جنگ تو برخاسته باشند. ولی تو بیم داشتی که اگر آنها را نکشی پیش از آن که دست به کاری زده باشند یا تو بمیری یا آنها. ای معاویه، منتظر قصاص اخروی باش. مطمئن باش که باید حساب واپس بدهی و بدان که الله نوشته‌ای در دست دارد که هیچ خرد و درشتی را فروگذار نمی کند، بلکه همه را ثبت می کند. الله فراموش نخواهد کرد که تو مردم را بر اساس بدگمانی و تهمت بی اساس بازداشت کرده ای و مردم را وادار به بیعت با پسر کودن شرابخواره سگبازت کرده ای. من جز این نمی بینم که تو خودت را باخته، دینت را از دست داده، امانتت را به زیر پا نهاده، به رعیت خیانت ورزیده و برای خودت جایگاهی در جهنم فراهم ساخته ای. معاویه در ماه رجب سال 60 هجری دیده از جهان فرو بست. طبری نوشته که معاویه وصیت کرد که پیامبر جامه‌ای به من داده بود و نگهداری کردم، چون بمیرم آن را بر من بپوشانید. و یک بار ناخن‌های پیامبر را چیدم و چیده‌هایش را در شیشه این نگاه داشتم. آنها را بسوزانید و خاکسترش را در چشمانم بمالید. امید دارم که الله به برکت آنها مرا بیامرزد. یزید که روز درگذشت معاویه در یکی از پادگانهای شمال شام بود، پس از دریافت خبر مرگ پدرش با شتاب به دمشق برگشت و فرمانده پلیس دمشق و سرپرست کاخ خلیفه نامش ضحاک بن قیس فهری از قبایل بنی کنانه که روزگاری در کنار مکه جاگیر بودند، سپس همراه یزید ابوسفیان برای جهاد به شام رفته بودند، سران قبایل شام را به مسجد کاخ خلافت فراخواند و خلیفه شدن یزید را به اطلاع آنها رساند و از همگی آنها برای امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه بیعت دوباره گرفت. در شام هیچ کس از سران قبیله های جهادگر با خلیفه شدن یزید مخالف نبود. همه بازماندگان اصحاب پیامبر که در شام میزیستند نیز با یزید بیعت کردند. بازخوانی داستان کربلا. نویسنده امیرحسین خنجی. فایل سوم. مخالفت حسین با یزید. معاویه برای ولیعهدی یزید بیعت گرفته بود، ولی یزید اکنون که به جای پدرش نشسته بود نیز میبایست که برای آنکه خلافتش مشروعیت یابد از سران قبایل بیعت بگیرد و دیدیم که همه سران قبایل شام با او بیعت کردند.
برای آنکه او خلیفه مشروع و مطاع و امیرالمؤمنین به معنای واقعی شود، نیاز به گرفتن بیعت از فرزندان مهاجرین و انصار که در مدینه بودند و نیز سران قبایل جهادگر عراق هم داشت. تا زمانی که معاویه زنده بود، حسین و عبدالله زبیر و عبدالله عمر به رغم فشارهایی که معاویه بر آنها وارد آورده بود، حاضر به تایید ولایت عهدی یزید نشده بودند. هر کدام از اینها چنانچه اکنون با یزید به عنوان خلیفه بیعت نمی کرد، طبق سنتهای قبایلی عرب حق داشت که از سران قبایل بخواهد که با او به عنوان خلیفه بیعت کنند و اگر چنین میشد خلافت یزید مشروعیت نمی‌یافت. این رسمی بود که از یک سنت دیرینه و ریشه‌دار قبایلی آمده بود، ولی اکنون اگر با یزید بیعت می‌کردند دیگر حقی برای مطرح کردن خودشان برای خلافت نداشتند و مجبور بودند که در اطاعت یزید بمانند. اما اگر بیعت نمی کردند، چه بسا که برخی از سران مدینه و سران قبایل عراق با بهانه کردن آن که ما به اینها می نگریم و ابتدا باید اینها بیعت کنند، سر از بیعت کردن بپیچند و خلافت یزید استحکام نیابد. یزید تصمیم گرفت که به زور از اینها بیعت بگیرد. او به حاکم مدینه پسر عمویش ولید ابن عتبه فرمان نوشت که حسین ابن علی و عبدالله زبیر و عبدالله عمر را برای بیعت کردن زیر فشار بگذارد و تا بیعت نکرده باشند دست از سرشان بر ندارد و اگر خودداری ورزند آنها را بازداشت کند و به زور از آنها بیعت بستاند. ولید ابن عتبه بیدرنگ مروان حکم را طلبید. با او در این باره مشورت کرد. مروان به او گفت که تا خبر مرگ معاویه به مدینه نرسیده است اینها را بطلبد و به زور از آنها برای یزید بیعت بگیرد، زیرا اگر پیش از آن که بیعت کرده باشند خبر شوند که معاویه مرده است، هر کدامشان بر پا خاسته مردم را به سوی خودش فرا خواهد خواند. نیز تأکید کرد که عبدالله عمر مرد ستیزه نیست و دست به اقدامی نخواهد زد. عبدالله عمر و عبدالله عباس در آن هنگام در سفر عمره بودند و حسین و عبدالله زبیر در مدینه بودند. ولید پس از مشورت با مروان نواده عثمان را که جوانکی بود فرستاد تا به حسین و عبدالله زبیر بگوید که برای موضوع مهمی با فرماندار دیدار کنند. شب بود و آنها در مسجد بودند. گرچه خبر مرگ معاویه در مدینه به گوش کسی نرسیده بود، ولید این کار را چنان ناشیانه انجام داد که همین که آن جوانک در آن ساعت غیر معتاد پیام دعوت فرماندار را برایشان برد، آنها فهمیدند که موضوع بسیار مهمی مطرح است و حتما معاویه مرده است. عبدالله زبیر به حسین گفت در ساعتی ما را طلبیده است که عادت نداشته مردم را به حضور بپذیرد. حسین گفت فکر می کنم که حاکم ستم پیشهشان مرده باشد و این مرد از ما دعوت کرده که بی سر و صدا برای یزید بیعت بستاند. من چند تن را بر می دارم و به نزدش می روم تا اگر قصد زورگویی در میان باشد حمایت کافی همراه داشته باشم و بتوانم که خودم را برهانم. چون حسین وارد خانه ولید شد، ولید نامه یزید را که خبر مرگ معاویه در آن بود خواند و از او خواست که با یزید بیعت کند. حسین گفت درست نیست که کسی همچون من در چنین حالت محرمانه دور از چشمان مردم بیعت کنم. بهتر است که فردا مردم را برای بیعت دعوت کنی تا در مسجد گرد آیند و من در جمع مردم دست بیعت به تو دهم و این کار به یک باره انجام گیرد. ولید را این سخن خوش آمد. گفت برو به امید الله با جمع مردم بیا. مروان به ولید گفت اگر او اکنون بیعت نکرده از نزدت برود
دیگر هیچگاه بر او دست نخواهی یافت مگر آنکه افراد بسیاری از شما و ایشان کشته شوند. او را نگاه دار و مگذار که تا بیعت نکرده باشند بیرون برود و اگر خودداری کرد گردنش را بزن. حسین خشمگینانه برخاست، به مروان دشنام مادری داده گفت: پسر زرقا، یاوه و سخن گناه‌آمیز میگویی، تو مرا میکشی یا این؟ و خشمالوده بیرون رفت. سپس مروان به ولید گفت: نمیبایست که اجازه میدادی تا برود. ولید گفت: کاری که تو میگویی بکنم به بهای دینم تمام میشود. والله که اگر همه مال و ملک دنیا را به من بدهند حسین را نخواهم کشت. حسین را برای این بکشم که میگوید بیعت نمی کند. گمان نمی کنم کسی که دستش به خون حسین آلوده شود روز قیامت در پیشگاه الله میزانش سبک باشد. عبدالله زبیر نیز به فرستاده ولید گفته بود که همکنون می آیم، ولی به خانه‌اش رفت و خیشانش را فرا خواند و وقتی ولید دوباره پیک فرستاد تا عبدالله به نزدش برود، شنید که جمعی در خانه او گرد آمدند و عبدالله به او پیام فرستاد که مهلت بده تا خودمان را آماده کنیم. ولید با این گمان که او و حسین آماده می شوند که فردا در مسجد حاضر آیند دیگر با آنها کاری نداشت. عبدالله زبیر در نیمه های آن شب برادرش جعفر و زن و بچه هایش را برداشته از مدینه گریخت. از بیراهه ها به سوی مکه به راه افتاد. روز دیگر ولید خبر گریختن عبدالله را شنید و مأمورانش را به جستجوی او در جاده ها فرستاد و به نوشته طبری آن روز از حسین غافل ماند و اواخر روز حسین را به خانه خودش طلبید و حسین به او پاسخ فرستاد که بامداد فردا کارمان را با شما انجام خواهیم داد. حسین نیز آن شب اهل خانه‌اش را برداشته مخفیانه مدینه را ترک کرده به سوی مکه به راه افتاد. 28 رجب سال 60. گویا محمد ابن حنفیه به حسین گفت: بنشین و مردم را به سوی خودت دعوت کن. اگر مردم خواهان تو بودند شکرگزار الله باش و اگر خواهان کسی جز تو بودند چیزی از فضل و شرف تو کاسته نخواهد شد. و چون حسین مصمم به رفتن بود، او به حسین نصیحت کرد که چون به مکه برسد در مکه بماند و مبادا به فکر افتد که به کوفه برود که بر ضد یزید بشورد. از زبان یکی از نوکران حسین نوشتند که وقتی حسین در راه مکه بود، عبدالله ابن مطیع عدوی از طایفه عمر ابن خطاب او را دید و چون دانست که قصد مکه را دارد به او گفت: مبادا به فکر رفتن به کوفه بیفتی. کوفه همان شهر شومی است که پدرت در آن کشته شد و برادرت به دشمن رها گردید و زخمی به او زده شد و نزدیک بود کشته شود. ابن حنفیه در بیعت یزید بود، زیرا دست بیعت برای ولیعهدی یزید به معاویه داده بود. برخی دیگر از برادران حسین از جمله عبیدالله و عمر نیز دست بیعت به معاویه داده ولیعهدی یزید را تایید کرده بودند. عبدالله پسر جعفر طیار و عبدالله و عبیدالله پسران عباس نیز با یزید ولیعهد بیعت کرده بودند. موضوع یزید در میان بنی هاشم شکافی ژرف افکنده و حسین را کمزور کرده بود. در روزهای آینده همه مردم مدینه از جمله ابن حنفیه و عبیدالله و عمر پسران علی، عبدالله پسر عباس و عبدالله پسر جعفر طیار با یزید به عنوان امیر المؤمنین بیعت دیگر باره کردند. عبیدالله پسر دیگر عباس نیز در کوفه بود و بر دست حاکم کوفه با یزید بیعت دیگر باره کرد. عبدالله عمر نیز به وضع موجود گردن نهاد و در بیعت با یزید دودلی نشان نداد. مصعب پسر عبدالرحمن اوف و عبدالرحمن پسر عثمان نیز
با چند تن دیگر از فرزندان صحابه پیامبر به مکه گریختند تا مجبور به بیعت کردن با یزید نشوند. اینها پیشترها به عللی از معاویه رنجیده بودند، ولی خودشان ادعایی برای حاکمیت و خلافت نداشتند. راهشان را از حسین و عبدالله زبیر نیز جدا کرده بودند و کاری با آنها نداشتند. یزید پس از شنیدن خبر گریختن عبدالله زبیر و حسین از ولید عتبه به خشم آمده و او را از حاکمیت مدینه برکنار کرد و یکی از عموزادگان پدرش به نام عمرو اشدق پسر سید ابن عاص را به جایش فرستاد. او بنابر وصیتی که پدرش کرده بود و پیش از این خواندیم تصمیم گرفت که حسین را به حال خودش واگذارد و بنابر همان وصیت تصمیم گرفت که عبدالله زبیر را به زور وادار به بیعت کند. او به عمرو اشدق فرمود که کسانی را به مکه بفرست و عبدالله زبیر را دستگیر کن و در زنجیر به مدینه آور و از او بیعت بگیر. ولی پیش از آن که این اقدام صورت گرفته باشد، حسین به سوی کوفه به راه افتاد و یزید همه توجه خودش را معطوف به مقابله با خطر حسین کرد و در نتیجه موضوع عبدالله زبیر برای مدتی به کنار نهاده شد. عبدالله زبیر در مکه ماند و صبورانه و زیرکانه دست به کار تبلیغ و مردسازی برای خودش شد. این موضوع که به گسیل لشکر از جانب یزید برای سرکوب او انجامید و فجایع بزرگی برای مردم مدینه و سپس مکه به دنبال داشت، مربوط به پس از رخداد کربلاست و موضوع سخنمان در این کتابچه نیست. فعال شدن شیعیان کوفه و بیعت با حسین. پیش از این گفتیم که نعمان ابن بشیر انصاری از اصحاب پیامبر در سال آخر خلافت معاویه به حاکمیت کوفه فرستاده شد. او تا درگذشت معاویه و خلیفه شدن یزید در کوفه بود و با مردم کوفه مدارا می کرد. شیوه کجدار و مریض را در پیش گرفت تا آرامش کوفه را حفظ کند. ولی او عرب شامی شده بود و قبایل کوفه نمی‌خواستند که کسی از عربهای شام بر آنها حاکمیت داشته باشد و بر نعمان ابن بشیر فشار می‌آوردند که از کوفه برود. در خور یادآوری است که از زمان عثمان به بعد قبایل جهادگر که در شام و عراق جاگیر شده بودند به دو گروه بندی عربهای عراق و عربهای شام تقسیم شده بودند. سپس جنگ صفین به گونه‌ای به پیش رفت که عملاً میان عربهای عراق و عربهای شام کینه‌ای ابدی ایجاد کرد. معاویه وقتی خلیفه شد حاکمیت کوفه را به مغیره ابن شعبه داد که از سران جهادگران عراق بود. در زمان حاکمیت مغیره عربهای کوفه در اطاعت معاویه ماندند. پس از او نیز زیاد ابن سمیه حاکم عراق شد که نیز از عربهای عراق بود. پس از درگذشت زیاد معاویه دو حاکم را به دنبال هم از شام به کوفه فرستاده بود و هر دو در اثر شورش مردم کوفه مجبور به ترک کوفه شده بودند. اکنون نیز بشیر ابن سعد گرچه از بازماندگان اصحاب پیامبر بود ولی از عربهای شام بود و عربهای کوفه از اینکه یکی از عربهای شام که هیچ سهمی در فتوحات عراق نداشته است بر آنها حاکم و سرور باشد در خشم بودند. سران قبایل کوفه همین که شنیدند که حسین از بیعت کردن با یزید خودداری کرده و به مکه رفته است تا پناه به کعبه آورد که مجبور به بیعت با یزید نگردد، فشارشان بر نعمان ابن بشیر برای فراری دادنش را بیشتر کردند و بر آن شدند که از حسین دعوت کنند تا به کوفه برود و خلیفه بشود. به این منظور چند تن از سران قبایل، سلیمان ابن سرد خزائی، حبیب ابن مظاهر اسدی، مسیب ابن نجبه فزاری، رفاع ابن شداد بجلی
در منزل سلیمان ابن سرد گرد آمدند و در پایان جلسهشان به حسین نامه نوشته به او اطلاع دادند که مردم کوفه یزید را نمیخواهند و هواخواه اویند و از او خواستند که به کوفه برود تا با او به عنوان امیر مؤمنان بیعت کنند و برای برکنار کردن یزید دست به کار شوند. آنها در نامهشان تأکید کرده بودند که فرماندار کوفه در کاخش میزید و کسی را ندارد و مردم کوفه همین که بشنوند که حسین به کوفه نزدیک شده است فرماندار را از کوفه بیرون خواهند کرد. چند تن دیگر نیز در نامه جداگانه به حسین نوشتند که بشتاب، مردم چشم بر راه تو اند و کسی جز تو را نمیخواهند. حسین با دریافت دعوتنامه و پیامها و سخنانی که از فرستادگان کوفه شنید تصمیم گرفت که به پیشنهاد مردم کوفه پاسخ مثبت دهد و خود را برای رفتن به کوفه آماده کند. او عموزاده‌اش مسلم ابن عقیل را برای بررسی اوضاع و آماده کردن زمینه انتقالش به کوفه فرستاد و به او فرمود که از سران قبایل کوفه برایش بیعت بگیرد. مسلم پسر عقیل ابن ابی طالب برادرزاده امام علی و شوهر دختر امام علی بود. عقیل و برادر بزرگترش طالب در زمان پیامبر از مخالفان پیامبر بودند. هر دو در جنگ بدر همراه ابو جهل و بر ضد پیامبر بودند. طالب کشته شد و عقیل اسیر شد. سپس پیامبر او را به 5000 درهم باز فروخت و آزاد کرد. عقیل را عمویش عباس از پیامبر باز خرید کرد. سپس وقتی پیامبر مکه را در لشکرکشی گرفت، عقیل و پسران ابولهب به همراه ابو سفیان مسلمان شدند. لذا عقیل نیز همچون ابو سفیان از طلقاء بود. عقیل با علی نیز رابطه چندان برادرانه نداشت. علتش نیز آن بود که از 2 مادر بودند. او در خلافت علی به شام رفته به معاویه پیوست. مسلم در دمشق به دنیا آمد و همراه یزید بزرگ شده بود و پس از درگذشت پدرش به مدینه برگشته بود و در آنجا با دختر عمویش علی ازدواج کرده بود. او دیگر به شام بر نگشته بود، مطلقاً بیکار بود و از راه کمک‌های مالی که معاویه برایش می‌فرستاد زندگی می‌گذراند. مسلم مخفیانه از مکه بیرون شد و به هدایت 2 راهنمای کرایه‌ای از قبایل بدوی از بیراهه‌هایی که احتمال نداشت عوامل اموی او را ببینند راهی کوفه شد. راهنماهای او ناشی بودند و راهشناس نبودند و از راههایی رفتند که در بسیاری از نقاطش منزلگاه طایفه و چاه آب وجود نداشت یا روزگاری طایفه و چاه آبی وجود داشته سپس طایفه از آنجا رفته و چاه انباشته شده بود. نوشتند که هر 2 راهنما نرسیده به کوفه از تشنگی هلاک شدند و مسلم در آستانه هلاکت به منزلگاهی و به آب رسید و به سوی کوفه به پیش رفت. او چون به کوفه رسید به خانه مختار ثقفی رفت که در حومه کوفه در محله ثقفی ها بود و موضوع دعوت سران قبایل کوفه از حسین و تصمیم حسین برای رفتن به کوفه به قصد قیام بر ضد یزید را به مختار اطلاع داد. این مختار پسر ابو عبید ثقفی و اهل طائف بود. پدرش در سال 14 هجری به قصد جهاد و غنیمتگری به حیره در جنوب عراق کنونی در منطقه نجف رفته بود و در تلاش برای دستاندازی به یکی از آبادی‌ها به همراه صدها جهادگر دیگر به دست نیروهای ایرانی مدافع آبادی‌های منطقه کشته شده بود. مختار که در آن زمان 13 ساله بود نزد عمویش سعد ابن مسعود ثقفی بزرگ شد. سعد ابن مسعود در زمان عمر و عثمان از جهادگران عراق بود و در آغاز خلافت علی به حاکمیت شهر نیمه ویران و عرب نشین شده مدائن منصوب شده بود.
پس از علی چون معاویه خلافت را از امام حسن تحویل گرفت و امیرالمؤمنین شد، سعد بن مسعود و افراد خاندانش نیز همچون دیگر سران شیعیان علی مورد بیمهری معاویه قرار گرفته و از کارها برکنار داشته شد. مختار نیز به تبع او شامل این بیمهری قرار گرفت و نتوانست که در دستگاه حاکمیت عراق جایی برای خودش باز کند. مختار و طایفه‌اش یعنی ثقفی ها در یکی از روستاهای کنار کوفه که روزگاری از مالکانش مصادره شده بود، سپس با وسعت یافتن کوفه جزو حومه کوفه شده بود، میزیستند و بخشی از مردم کوفه بودند. مختار شوهر دختر نعمان بن بشیر انصاری حاکم کنونی کوفه بود و از شخصیت‌های برجسته کوفه شمرده می‌شد. از آغاز خلافت معاویه تا این زمان که مورد گفتگویمان است، زندگی مختار در تاریکی است و هیچ گزارشی درباره او داده نشده است. در جنگ صفین نیز نامی از او به میان نیامده است. او در آن زمان در سن 36 سالگی بوده است. سپس وقتی حسن خلیفه شد و عموی مختار هنوز حاکم مدائن بود، نیز مختار از شیعیان حسن کناره گرفت و وقتی خبر مذاکرات حسن با معاویه در اردوگاه حسن پخش شد و شیعیان حسن بر ضد او شوریدند و خواستند که او را بکشند و زخمی به او زدند، ولی کاری نشد، کسانی او را از میانه در رو بودند و به مدائن بردند و او در کاخ حاکمیت نزد سعد بن مسعود عموی مختار بستری شد تا از آنجا به مذاکرات سازش با معاویه ادامه دهد. نوشتند که مختار به عمویش پیشنهاد کرد که حسن را ببرد و به معاویه تحویل دهد و با این کارش خودش را به معاویه نزدیک کند و موقعیتش را نگاه دارد. ولی عمویش به او گفت که چنین خیانتی را در حق مردی که پسر علی و فاطمه است نخواهد کرد. در دوران حاکمیت زیاد بن سمیه که دوران سختگیری بر مخالفان معاویه در عراق بود، نیز مختار خودش را از رخدادها به کنار کشیده بود و با کسانی که شیعه خاندان علی نامیده می شدند همراهی نداشت. در موضوع دعوت سران قبایل کوفه از حسین نیز او هیچ شرکتی نداشت. با این حال وقتی مسلم ابن عقیل وارد روستای او شد تا به کوفه برود، او از این موقعیت استفاده کرد و مسلم را به خانه خودش برد تا سران قبایل در خانه او مخفیانه بر دست مسلم با حسین بیعت کنند. با این حال هیچ کس از خانواده و طایفه او با حسین بیعت نکرد و همه ثقفی های کوفه را از رخدادهای سیاسی این روزها برکنار و در بیعتی که به یزید داده بودند برقرار ماندند. مسلم ابن عقیل را مختار ثقفی در خانه‌اش نگاه داشت. مسلم سپس خبر آمدنش به کوفه را مخفیانه به سلیمان ابن سرد و یارانش فرستاد. بیدرنگ جنب و جوش اینها برای بیعت گرفتن مخفیانه از همه سران قبایل برای حسین آغاز گردید. سران چندین قبیله و طایفه در نخستین روزهای ورود مسلم ابن عقیل به کوفه از طرف خود و قبایل و طوایفشان با او دست بیعت دادند و نامهای 12,000 تن از مردانشان را در تومارهایی نوشتند. مسلم تومارها را برای حسین به مکه فرستاد و به اون نوشت که همه مردم کوفه خواهان تو هستند و بی‌صبرانه انتظار رسیدن تو را می‌کشند. چند تن از سران کوفه نیز به حسین نوشتند که میوه ها رسیده اند و منتظر چیدنند، بشتاب که سپاهیانت آماده اند. به رغم همه اقدامات احتیاطی شیعیان حسین در راه مخفی داشتن بیعت، جاسوسان یزید از جریانها آگاهی یافتند و موضوع را به یزید گزارش نوشتند.
نعمان ابن بشیر چون از این موضوع خبر یافت، در خطبه‌ای به سران کوفه هشدار داد که بیعتشان با یزید را نشکنند و تشر زد که در چنین صورتی او مجبور خواهد شد که دست به اقدام خشونت‌آمیز بزند. ولی هیچ کاری برای ممانعت از فعالیت‌های مخفیانه شیعیان انجام نداد. جاسوسان یزید گزارش امر را برای یزید فرستادند. یزید بر آن شد که نعمان را از حاکمیت کوفه بردارد و کوفه را به عبیدالله ابن زیاد بسپارد که از عربهای عراق بود. گویا این اقدام را به پیشنهاد دبیر ویژه‌اش سرجون ابن منصور رومی انجام داد. به نظر می رسد که سرجون متوجه شده بود که علت خشم سران قبایل کوفه آن است که نمی خواهند یک شامی حاکمشان باشد و به یزید مشورت داد که عبیدالله زیاد را که عراقی است به حاکمیت کوفه بگمارد. نوشتند که یزید با عبیدالله ابن زیاد میانه خوبی نداشت، ولی سرجون به او گفت که پدرت پیش از آن که بمیرد تصمیم گرفته بود که حاکمیت کوفه را به عبیدالله بدهد. یزید این سخن را پذیرفت و حکم فرمانداری کوفه را برای عبیدالله به بصره فرستاد. در این میانه حسین نامه‌هایی در چند نسخه و یک متن به سران قبایل بصره، احنف ابن قیس تمیمی، منذر ابن جارود عبدی، قیس ابن هیثم سلمی و 3 تن دیگر فرستاد و از آنها دعوت کرد که بیعت با یزید را بشکنند و به او بپیوندند تا فرمانهای الله که به کنار نهاده شده است به اجرا گذاشته شود. منذر ابن جارود برادر زن عبیدالله ابن زیاد بود و از بیم آن که نامه از جانب عبیدالله برای آزمودن وفاداری او به یزید باشد، فرستاده را با نامه به نزد عبیدالله برد. عبیدالله که آماده رفتن به کوفه بود در جا فرمود تا گردن فرستاده حسین را زدند. ابن قتیبه نوشته که حسین به احنف ابن قیس، پیر رئیس قبایل بنی تمیم و نیرومندترین مرد بصره، نامه نوشته او را به حمایت از خودش دعوت کرده بود. احنف به او پاسخ نداد و گفت ما اعضای خاندان علی را آزموده ایم. نه حمایت طایفه‌ای دارند، نه می‌دانند که مال جمع کنند و نه تدبیر جنگی دارند. در بصره مشکل مخالفت با یزید وجود نداشت، زیرا حاکمان بصره از آغاز خلافت معاویه تا این زمان از میان خود عربهای بصره منسوب شده بودند. مردم بصره در زمان علی هم بیشینه‌شان شیعیان عثمانی بودند. قبایل عبدالقیس و برخی دیگر از قبیله ها که در جنگ جمل از علی حمایت کرده بودند نیز در زمان معاویه راه بیطرفی گرفته بودند یا شیعه معاویه شده بودند. اکنون نیز دیر زمانی بود که کسی از سران قبایل بصره شیعه علی و حسن و سپس حسین نبود، لذا هیچ اقدامی در بصره از جانب کسی برای بیعت گرفتن برای حسین انجام نشد. بازخوانی داستان کربلا. نویسنده امیر حسین خنجی. فایل 4. AvayaBook.com. حاکمیت عبیدالله ابن زیاد بر کوفه. عبیدالله ابن زیاد مشت آهنین دولت اموی در بصره و از دشمنان سرسخت بنی هاشم بود. او در دوران حاکمیتش بر بصره گروه بزرگی از خوارج را از میان برداشته و بصره را به کلی آرام کرده بود. اکنون یزید مأموریت سرکوب شیعیان علی که تازه در کوفه سر برآورده بودند و همچنین مأموریت مقابله با خطر حسین را به او سپرده بود.
او که تا آن زمان فرماندار بصره و نیمه جنوبی ایران زمین شامل خوزستان و پارس و کرمان و سیستان بود، اکنون همچون پدرش فرماندار سراسر عراق و ایران شد. عبیدالله نام و عنوان رسمیش امیر عبیدالله ابن زیاد ابن ابو سفیان بود، زیرا زیاد را معاویه به پدر خودش ابو سفیان ملحق کرده بود. داستان این الحاق چنان بود که زیاد از شیعیان استوار علی بود و در سال آخر خلافت علی فرماندار بصره و خوزستان و پارس شد. پس از درگذشت علی و معامله حسن با معاویه، او حاضر به پذیرش خلافت معاویه نشد و در دژ استخر موضع گرفت. چون که مرد بسیار کاردانی بود، معاویه وسایلی انگیخت و مغیرت ابن شعبه همشهری زیاد و فرماندار کوفه را واسطه قرار داد تا زیاد را به خودش نزدیک کند. به دنبال این اقدامها زیاد به کوفه رفت و چون دانست که معاویه به راستی به کاردانی او نیاز دارد، 20,000 درهم به یکی از کارگزاران معاویه در عراق رشوه داد تا به معاویه بگوید که مردم میگویند زیاد پسر ابو سفیان است و این کاردانی و تدبیری که دارد از ابو سفیان به ارث برده است. داستان این موضوع دراز است. معاویه سرانجام زیاد را به دمشق طلبید و مجلس آراست و گواهانی حاضر آورده شدند و گواهی دادند که ابو سفیان یک بار در سفری که به طائف رفته بود با مادر زیاد همبستری کرده و زیاد از آن همبستری پدید آمده است و پسر ابو سفیان است. در سالهایی که اسلام در مکه ظهور کرده بود، مادر زیاد زنی تنفروش در طائف بود و برای یکی از اشراف طائف به نام حارث ابن کلده کار میکرد. او وقتی دخترکی بوده در یکی از روستاهای غرب خوزستان توسط آدمدزدان عرب ربوده شده بود، گویا از یک خاندان ایرانی و نامش امنگ، به عربی امنج بوده. سپس به حارث ابن کلده رسیده بود و او نامش را سمیه کرده و طبق رسوم عمومی مردم حجاز به کار تنفروشی نهاده بود، یعنی او را روسپی کرده بود تا برایش درآمد کسب کند. سمیه چند پسر به دنیا آورده بود که یکی از آنها زیاد بود و معاویه با حاضر آوردن گواهانی او را برادر خودش کرد. فرمانداری بصره و خوزستان و پارس و کرمان تا سیستان را به او داد و پس از درگذشت مغیرت ابن شعبه که فرماندار کوفه بود، فرمانداری کوفه و همدان و ری و خراسان و آذربایجان نیز به او داد و اینگونه زیاد فرماندار سراسر عراق و ایران شد. زیاد به سببی که بر ما معلوم نیست و شاید به تأثیر از مادرش بوده است، به ایرانیان علاقه داشت. در دوران فرمانداریش خدمات ارجمندی به ایرانیان کرد. در دیوان مالیه کارمندان ایرانی به کار گرفت. از ایرانیان بصره پلیس نگهبان بیت المال تشکیل داد و ریاست اینها را به مردی ایرانی به نام شیرویه سپرد. شیرویه از دوستان نزدیک زیاد بود و بر زیاد اثر بسیار نهاده بود. پدر حقیقی زیاد مردی غلام شده به نام عبید بود که در کودکی در جایی از شام توسط آدمربایان عرب ربوده شده و سرانجام به همان حارث ابن کلده رسیده بود و غلام حارث بود. در طائف می گفتند که زیاد را او در شکم سمیه کرده بود و این را خود عبید گفته بوده است. زیاد در سال اول هجری به دنیا آمده بود و 2 برادر بزرگتر از خودش نیز داشت که مادرشان سمیه بود. سمیه پسرانش را به مردی سواد آموزنده سپرده بود تا سواددار کند، لذا زیاد در نوجوانی از سوادداران طائف بود. برادر بزرگ زیاد نامش ابو بکره در سال 9 هجری از طائف گریخته مسلمان شده، به پیامبر پیوسته و مولای پیامبر شده بود.
موالی پیامبر پس از درگذشت پیامبر ولایتشان به علی انتقال یافت و موالی علی شدند. زیاد و برادرانش در سال 16 هجری همراه جهادگران طائف رفتند و در جایی که به زودی بصره شد استقرار یافتند. او چون که خواندن و نوشتن می‌دانست، از همان زمان توسط فرمانده جهادگران بصره مغیرة ابن شعبه و سپس ابو موسی اشعری حسابدار اموال غنیمتی شد که جهادگران در آبادی‌های خوزستان چپاول می‌کردند و به بصره می‌آوردند تا پس از آن که 1/5 را برای خلیفه به مدینه فرستادند، بقیه را در میان خودشان تقسیم کنند. به زودی بیت المال در بصره تشکیل شد و زیاد حسابدار بیت المال شد. سپس در زمان عثمان سرپرست بیت المال بصره شد و از همین زمان عثمان بود که شیرویه و شماری از ایرانیان جاگیر در بصره را در بیت المال به کار گماشت. وقتی جنگ جمل به راه افتاد، زیاد چون که نمیدانست برنده نهایی کدام طرف درگیری باشد، خودش را به بیماری زد و در خانه شیرویه بستری شد. علی پس از آنکه بصره را گرفت جویای زیاد شد و چون شنید که بیمار و بستری است به عیادت او رفت. زیاد از اینکه به سبب بیماری نتوانسته که در جنگ شرکت کند پوزش خواهی کرد. علی به او پیشنهاد کرد که فرماندار بصره شود، ولی او گفت که وضع شهر بگونه است که بهتر است کسی از خیشان تو فرماندار شود. علی سپس عبدالله ابن عباس را فرماندار بصره و زیاد را معاون او و سرپرست بیت المال بصره کرد. چند ماهی پس از آن که علی خوارج نهروان را کشتار کرد، عبدالله عباس از او رنجید و بصره را رها کرده به مدینه برگشت و زیاد به جای او گماشته شد. اینگونه زیاد فرماندار بصره و خوزستان و پارس و کرمان شد. علی در حکمی که برای زیاد فرستاد به او نوشت که من از هر حیث به تو اعتماد دارم و تو را مردی شایسته می دانم که این منصب بزرگ را به تو سپردم. زیاد سپس برای سرکوب شورش ضد عربی مردم پارس به دانجا رفت. او در پارس بود که علی ترور شد و حسن با معاویه سازش و آشتی کرد و معاویه رسما امیرالمؤمنین شد. سپس زیاد تا وقتی که هرچه میخواست از معاویه دریافت نکرد، حاضر نشد که خلافت او را به رسمیت بشناسد و بهای بسیار گزافی هم برای این اعتراف از معاویه دریافت کرد. در این معامله معاویه بیش از زیاد سود برد، زیرا شخصیت شیعی کاردان و نیرومندی همچون زیاد را تبدیل به برادر و کارگزار وفادار خیش و دشمن شیعه کرد. چنان که می‌بینیم زیاد اگرچه از مردم طائف بود، ولی نه پدرش عرب بود نه مادرش. عبیدالله که یکی از پسران زیاد بود نیز فرزند یک زن ایرانی زیاد به نام مرجانه بود. این مرجانه هیچگاه مسلمان نشده بود و زنی چالاک بود و در میان عربهای بصره چنان نامدار شده بود که عبیدالله را ابن مرجانه می نامیدند. با توجه به این سلسله نسب، البته عبیدالله ابن زیاد نمی توانست که هیچ اصالتی در میان عربان داشته باشد و در فرهنگ عرب یک شخص بیریشه به سان همه ایرانیان و بردگان در زمره کسانی به شمار می رفت که در ارزش گذاری عربها ذات پستی داشتند که حق سروری و فرمان روایی به آنها تعلق نمی گرفت. ولی چون که زیاد از زمان عمر ابن خطاب در مناصب مهم مالی بصره اشتغال داشت و در خلافت علی نیز از شخصیت‌های مورد اعتماد بود که علی ابتدا او را رئیس بیت المال و معاون فرماندار بصره و سپس فرماندار بصره و حاکم خوزستان و پارس و کرمان تا سیستان کرده بود و پس از اینها نیز معاویه او را به ابوسفیان ملحق و برادر خودش کرده و به حساس ترین منصب دولتی گماشته بود،
خاندان زیاد در عراق جایگاه برجسته کسب کرده بودند. عبیدالله در خانه شیرویه پرورش یافته بود، زیرا پدرش علاقه داشت که او عادات ایرانیان بگیرد. مرجانه را نیز زیاد طلاق داد و شیرویه او را به زنی گرفت. نوشتند که شیرویه چنان بر عبیدالله تأثیر نهاده بود که او در سخن گفتن از ایرانیان تقلید می‌کرد. شاید این یک حالت روانی بوده که عبیدالله تعمداً بروز می‌داده است. از آنجا که زنازاده بودن عبیدالله در آن وقت بر سر زبانها بود، احتمال اینکه عربها می‌دانستند که او از پشت شیرویه است را نمی‌توان از نظر دور داشت. شاید پس از آن که مرجانه از شیرویه حامله شد، زیاد او را به شیرویه داد. ما چه می‌دانیم؟ شاید خود عبیدالله خبر داشته که پدرش نه زیاد بلکه شیرویه است. نوشتند که شکل و شمایل عبیدالله ابن زیاد هیچ شباهتی به عربها نداشت، بلکه هر که او را میدید اگر نمیشناختش از موالی و ایرانی میپنداشتش. به سبب نفوذی که شیرویه بر عبیدالله داشت، در زمان حاکمیت عبیدالله ایرانیان بصره بیش از پیش نفوذ و قدرت یافتند، به گونه‌ای که دستگاه مالی در اختیار ایرانیان بود و عمده پلیس بصره و همه افراد گارد ویژه عبیدالله از ایرانیان بودند. او در پایان سال 53 هجری در خراسان فتوحاتی انجام داده و پاره ای از زمینهای سغد در منطقه بخارا را گرفته بود و 2000 جوان سغدی را با خودش به بصر برده و از آنها یک نیروی پلیس ویژه تشکیل داد و شرطه بخاریه بر آن نام نهاده بود. او حفظ نظم و امنیت بصره را به این جوانان سپرده بود. درباره اعتماد عبیدالله ابن زیاد به ایرانیان و گماشتنشان در مناصب اداری گزارش‌های چندی در دست است که خبر از نارضایتی عرب‌ها از این کار او می‌دهد. او دستگاه مالیاتی را به کلی به ایرانیان سپرده بود و توجیهش آن بود که عرب‌ها خیانتکارند و اختلاس می‌کنند و من اگر آنها را کیفر بدهم و مالهای اختلاس شده را پس بگیرم، قبیلهشان کینه به دل می‌کنند. ولی ایرانیان علاوه بر آن که در امور مالیاتی تجربه دارند، مورد اعتمادند و خیانت نمی‌کنند و از این گذشته اگر تهمت خیانت بر آنها برود، بهتر می‌شود که از آنها بازخواست نمود. در زمان حاکمیت زیاد و عبیدالله زبان پارسی در بصره عمومیت یافت و نسل دوم عربها در بازارها و اماکن عمومی با ایرانیان به زبان پارسی سخن می گفتند. نوشتند که عباد بن زیاد برادر عبیدالله حاکمیت سیستان را داشت و یزید بن مفرق حمیری از شاعران بزلگو و بدزبان بصره در سپاه او بود و به شعر گفت: کاش ریشها تبدیل به علف می شدند تا ما به اسب بخورانیم. عباد بن زیاد ریشش بزرگ بود و این شعر را به خود گرفت و در صدد شد که او را تنبیه کند. یزید بن مفرق متواری شد و چند قصیده در مذمت او سروده او را پسر غلام روستایی ایرانی نامید و در بیشتر آنها به مادر زیاد اشاره کرده انتساب زیاد به ابوسفیان را دروغین خواند و در یکی از آنها خطاب به معاویه گفت: آیا دلت رضا داد که عفت پدرت را نفی کنی و انتساب زنا به او بدهی؟ او سپس به بصره برگشت، ولی از هر که خواست که او را در پناه بگیرد از بیم عبیدالله نپذیرفت، تا آنکه منذر ابن جارود عبدی او را در پناه گرفته در خانه خودش به او جا داد. عبیدالله ابن زیاد از معاویه اجازه طلبید که او را بکشد. معاویه گفت که او را مکش ولی تنبیه کن.
عبیدالله او را بازداشت کرده، شربتی را به او خوراند و او را سوار خری کرده همراه افرادش روانه بازار کرد. شکمش به راه افتاد و زیرش را زرد کرد. بچه ها به دنبالش افتادند و مسخره‌اش کردند و به پارسی می گفتند این چیست؟ او با سخن آهنگین پارسی گفت آب است و نبید است، اسارات زبیب است، سمیه روسپید است. گفته شده که این نخستین شعر پارسی است که یک عرب پارسی آموخته و دو زبانه شده سروده. از دیگر نشانه‌های تشویق زبان و فرهنگ ایرانیان توسط زیاد و عبیدالله در بصره آن است که بر بیشتر بناهای مهمی که در شهر ساخته میشد نامهای ایرانی می نهادند، همچون سرایی که نام پارسی هزار در داشت و شیرویه برای خودش و مرجانه ساخته بود، و تاخ بزرگی که نام پارسی درگاه جنگ داشت و جایگاه ساندیدن از لشکریان به هنگام گسیلشان بود، و آبراه‌های کانزادان فرخ و روادان و زیادان که در زمان زیاد کشیده شدند، و اماکن موسوم به کوسگان و خوشخوشان و جز اینها. عبیدالله که رسما برادرزاده معاویه بود، نسبت به خاندان پیامبر کینه‌هایی داشت، بیش از آنچه که امویان به آنها داشتند. این کینه‌ها نمی‌توانسته که به دور از تلقین‌های شیرویه و دیگر ایرانیان دوروبر او و تلقین‌های مادرش مرجانه بوده باشد. شاید سرجون وقتی خبر حسین را شنید و به یزید پیشنهاد مشورت‌آمیز داد که عبیدالله را حاکم کوفه و مأمور مقابله با حسین کند، از کینه عبیدالله به بنی هاشم و خاندان پیامبر خبر داشت، زیرا عبیدالله چند بار به دمشق رفته بود و سرجون او را در کاخ معاویه از نزدیک دیده و با خلق و خویش اندک آشنایی یافته بود. عبیدالله وقتی حکم فرمانداری کوفه برایش رسید، بصره را به برادرش عثمان ابن زیاد سپرد و خود به قصد کوفه به راه افتاد. او پیش از خودش یک گروه 500 مردی را به همراه 2 تن از مردان برجسته که یکیشان شریک ابن اعور حارسی بود به کوفه فرستاد. عبیدالله چون که گمان می‌کرد که کوفه در دست شیعیان حسین باشد و ورود آشکار به شهر برایش خالی از خطر نباشد، تصمیم گرفت که ناشناس وارد شهر شود. برای این منظور یک گروه 20 نفری از افراد ویژه‌اش را با خود برد. مشاورش که یک ایرانی به نام مهران بود نیز با او بود. این مهران فرمانده نگهبانان خصوصی او نیز بود که همه از ایرانیان بودند. عبیدالله و همراهانش با چهره‌های پوشیده وارد شهر شدند. مردم کوفه که پس از بیعت با مسلم ابن عقیل منتظر رسیدن حسین بودند و مسلم به آنها گفته بود که حسین همین روزها خواهد رسید و می‌دانستند که حسین چون به کوفه آید ناشناس وارد شهر خواهد شد، چون عبیدالله و همراهانش را با چهره‌های پوشیده سوار بر شترانشان در حال گذر از خیابانها رو به سوی کاخ فرمانداری دیدند، به گمان اینکه حسین است به پیشوازش رفتند و پشت سرش حرکت کرده شعار ضد اموی دادند. عبیدالله در سکوت کامل به راهش ادامه داد و وقتی دروازه کاخ را بر رویش گشودند و وارد شد، مردم دانستند که عبیدالله است، ولی دیگر کار از کار گذشته بود. او فرمود تا اذان بگویند که مردم در مسجد کاخ یا همان مسجد اعظم گرد آیند. او خطاب به حاضران در مسجد طی سخنرانی کوتاه و کوبنده‌ای تصمیم به سرکوب هر گونه حرکتی را به اطلاع آنها رساند
و وعده داد که آمده است تا بی‌عدالتی‌های گذشته را از میان بردارد و قبایل کوفه را خشنود سازد. او در خطبه‌اش گفت: امیرالمؤمنین مرا فرستاده است تا داد ستم دیدگانتان را از زورگویان بستانم، با شما به نیکی رفتار کنم، مستمری ها را به دلخواهتان به شما بپردازم، به محرومانتان بخشش کنم، به فرمانبران نیکی و به مخالفان سختگیری ورزم. من به شما زبان می دهم که فرمان امیرالمؤمنین درباره شما را به اجرا بگذارم و برای کسانی از شما که مطیع باشند همچون پدر نیکخواه باشم. ولی بدانید که هر که از فرمان سرپیچی کند جز تازیانه و شمشیر برایش ندارم. مواظب جان خودتان باشید. او سپس از سران قبایل کوفه خواست که هر غریبی که از خوارج یعنی شورشیان و مخالفین در میانشان است باید نامش را بنویسند و برای او بیاورند و هشدار داد که هر کدام از سران قبایل که از این فرمان سر بپیچد ریختن خونش حلال است و چنانچه کسی یکی از مخالفان در خانه‌اش یافت شود خود او بر دروازه خانه‌اش به دار آویخته خواهد شد. با ورود عبیدالله به کوفه، مسلم ابن عقیل خانه مختار را رها کرده وارد شهر شد تا به مرکز حوادث نزدیکتر باشد. او در خانه مردی به نام هانی ابن عروه جاگیر شد. هانی از سران قبیله کنده و از طایفه عبدالرحمن ابن ملجم و از جمله کسانی بود که برای حسین بیعت فرستاده بودند. هانی پیشترها با زیاد ابن سمیه روابط دوستانه داشت. شریک ابن اعور حارسی از دوستان هانی بود و وقتی وارد کوفه شده بود در خانه هانی مهمان شده بود و گرچه عبیدالله او را به کوفه گسیل کرده بود ولی اینک که در خانه هانی متوجه شده بودند که بیشینه قبایل کوفه هواخواه حسینند، نهانی رخ از عبیدالله برگردانده شیعه حسین شده بود. او در همین روزها بیمار و در خانه هانی بستری شد. به هانی گفت که عبیدالله حتما برای عیادتش خواهد آمد و به مسلم گفت که چون عبیدالله بیاید و بنشیند من او را به خود مشغول می دارم و تو همین که از من شنیدی که بانگ زدم و آب طلبیدم بیرون آی و عبیدالله را با شمشیرت بکش. و به او زبان داد که پس از آن که او را کشتی من به بصره می روم و بصره را برایت می گیرم. نقشه شریک کارگر افتاد. عبیدالله برای عیادت او به خانه هانی رفت و مهران را نیز با خود برد. چون نشست و با شریک به گپ زدن پرداخت، شریک طبق قرار قبلی که با مسلم داشت آب طلبید ولی مسلم نجنبید. شریک 3 بار آب طلبید ولی مسلم در خود آمادگی حمله بر عبیدالله را نیافت. شریک بانگ زد که من آب می طلبم، چرا آب به من نمی دهید؟ آب به من بدهید حتی اگر سبب کشته شدنم گردد. با این حال مسلم از جا نجنبید. مهران احساس کرد که موضوع شبهه آمیزی در پشت این سخنان نهفته است و به عبیدالله اشاره کرد که برخیزد. عبیدالله برخاست که برود. شریک به او گفت ایها الامیر، بنشین که میخواهم وصیتم را به تو بسپارم. عبیدالله گفت باز خواهم گشت و بیرون رفت. پس از رفتن او مسلم در پاسخ به شریک که چرا با وجودی که زمینه فراهم بود از کشتن عبیدالله خودداری ورزیده است گفت خوش نداشتم وی را ترور کنم، زیرا در آن لحظه ها این سخن پیامبر را به یاد آوردم که ایمانداری و ترور مسلمین
منافی یکدیگرند و کسی که ایمان داشته باشد هیچ مسلمانی را غافلانه نمی کشد. موضوع حسین و شیعیان کوفه چندان یزید را به هراس افکنده بود که در نامش به عبیدالله نوشته بود که خبر تحرکات و رخدادها را همه روزه بیوقفه برایش گزارش بنویسد، همه راه ها را زیر نظر بگیرد و به هر کس بدگمان شد دستگیر و زندانیش کند، ولی کسی را تا دست به کاری نزده باشد به صرف اینکه مورد سوء ظن است اعدام نکند. سران قبایل کوفه با ورود عبیدالله ابن زیاد به شهرشان و بازگشتن نعمان ابن بشیر به شام در حسابشان درباره خلافت یزید بازبینی انجام داده بودند. آنها پیش از این از حسین دعوت کرده بودند تا بیاید و حاکم شامی را از کوفه بیرون کند و خودش حاکم عراق شود، ولی اکنون حاکمشان یکی از مردم عراق و از یک خانواده پیشینه دار بود و گرچه پدرش در 2 سال آخر عمرش فشارهای بسیار بر شیعیان کوفه وارد آورده بود، ولی امتیازهایی نیز به سران قبایل داده بود که آنها را راضی نگاه می داشت. اکنون عبیدالله ابن زیاد به سران کوفه نوید داد که آمده است تا ستمهایی که پیشترها بر مردم کوفه رفته بوده است را جبران کند. همه اینها سبب شد که سران قبایل کوفه ترجیح بدهند که موضوع حمایت از حسین را به کنار نهند تا بنگرند که خلیفه جوان و عبیدالله ابن زیاد چه شیوه‌ای در پیش خواهند گرفت. اینکه عبیدالله ابن زیاد چه مذاکرات دیگری با سران قبایل کوفه انجام داد و چه شرطهایی که آنها به او پیشنهاد کردند را پذیرفت، در آینده کسی از آنها حاضر نبود که بازگویی کند، زیرا کسی خوش نداشت که بگوید عبیدالله آمد و این گونه ما را فریب داد و از حسین برکند و به جانب خودش کشاند و وادارمان کرد که راه پیمان شکنی بگیریم و به حسین خیانت کنیم و پیمانهایی که به او داده بودیم را به زیر پا نهیم. بازخوانی داستان کربلا، نویسنده امیرحسین خنجی، فایل 5. AvageBook.com. کشته شدن مسلم ابن عقیل در کوفه. عبیدالله ابن زیاد همان روزی که وارد کوفه شده بود، جاسوسی را که از موالی بنی تمیم بصره بود مأمور یافتن محل استقرار نماینده حسین کرده بود. او 3000 درم به این جاسوس داد و گفته بود که وقتی نماینده حسین را یافتی به او بگو که از عربهای شام و از هواداران حسین هستی و این مبلغ را به قصد کمک به شیعیان حسین به او میدهی. جاسوس در شهر به هر کدام از شیعیان سرشناس می رسید خودش را شیعه حسین معرفی می کرد و می گفت آمده است تا با نماینده حسین بیعت کند و به شیعیان حسین بپیوندد. سرانجام او توانست مردی از قبیله بنی اسد که از افراد مورد اعتماد مسلم بود را خام کند و از او بخواهد که وی را به نزد مسلم ببرد. او ابتدا در مسجد با نماینده مسلم ابن عقیل بیعت کرد و سوگند خورد که این راز را مکتوم بدارد. آنگاه او را به خانه هانی ابن عروه هدایت کردند که محل استقرار مسلم بود. این گونه چند روزی پس از دیدار عبیدالله از شریک در خانه هانی معلوم شد که مسلم در همان خانه نهان است. شریک اعور اکنون به بیماری از دنیا رفته بود. عبیدالله روز جمعه شبس ابن ربعی و اسماء ابن خارجه فزاری که هر دو از سران شیعیان علی بودند را به نزد هانی فرستاد تا او را به بهانه‌ای با خود برداشته با هم به مسجد بروند.
نه این دو و نه هانی نمیدانستند که عبیدالله از چه راز بزرگی با خبر شده و چه تصمیمی درباره هانی دارد. هانی به مسجد رفت و عبیدالله پس از آن که نماز را تمام کرد از هانی خواست که با او همراه شده به خانه‌اش برود. هانی که از همه جا بیخبر بود همراه او رفت. چون نشست عبیدالله به او گفت: هانی، آیا میدانی که پدرم وقتی وارد این شهر شد هیچ کدام از سران مخالفین را زنده نگذاشت جز پدر تو و حجر ابن عدی؟ فرجام حجر را نیز دیدی که چه شد، ولی با تو خوش رفتار بود و به جانشینش در کوفه سفارش کرد که به تو نیکی کند. آیا پاداش من این بود که مردی را در خانه‌ات نهان کنی تا مرا بکشد؟ هانی گفت: من چون این کاری نکردم و کسی را در خانه‌ام نهان نکردم. عبیدالله فرمود تا جاسوس را آوردند و هانی دانست که امر مسلم افشا شده است. او با این پندار که عبیدالله از مسلم و شیعیان میترسد به عبیدالله گفت: من نیکیهای تو را از یاد نخواهم برد. تو و افراد خانه‌ات در امانید و میتوانید به هر جا که دلتان بخواهد بروید. مهران به عبیدالله گفت: این مردک بی سر و پا به خیال خودش میخواهد که به تو زنهار بدهد. عبیدالله به مهران گفت: بازداشتش کن. مهران دست و پای او را بست و عبیدالله فرمود تا او را در یکی از اتاقها به زندان کردند. او سپس شریح ابن حارث کندی از سران شیعه و قاضی کوفه از زمان علی تا کنون را طلبید. هانی ابن عروه را آورد و به اون نشان داد تا اطمینان یابد که زنده و سلامت است. تا این هنگام گروه بزرگی از یمنی ها به در کاخ عبیدالله آمده بودند تا به عبیدالله فشار آورند که هانی را آزاد کند. عبیدالله به شریح گفت: برو به مردم قبیله‌ات بفرما تا متفرق شوند. شریح رفت و به یمنی های گرد آمده گفت که هانی ابن عروه زنده و سلامت است. از آنها خواست که به خانه هایشان برگردند مبادا که عبیدالله به خشم شود و دست به کار ناشایستی درباره هانی و ایشان بزند. چون آنها متفرق شدند و شریح نیز مرخص شد، رفت. عبیدالله فرمود تا هانی را آوردند. به او گفت: آهان هانی، این توطئه ها چیست که در خانه تو بر ضد امیر المؤمنین و اتحاد مسلمین چیده می شود؟ مسلم ابن عقیل را آورده ای و در خانه‌ات نهان کرده ای و برایش سلاح و مرد گردآوری می کنی و پنداشته ای که من از آن بیخبر خواهم ماند. هانی گفت: من او را دعوت نکردم، ولی او وارد خانه‌ام شد و من شرمم می آمد که به او پناه ندهم و بیرونش کنم و سوگندهای سخت خورد که در بیعت امیرالمؤمنین است و از اطاعت بیرون نیست. عبیدالله گفت: اگر راست میگویی او را به نزد من بیاور. هانی گفت: مردی که به من پناه آورده است را بیاورم و به تو بسپارم تا بکشی؟ هرگز چنین نخواهم کرد. مسلم ابن عمرو باهلی از شیعیان عثمانی که از بصره با گروه اعزامی عبیدالله آمده بود به هانی نصیحت کرد که بر جان خودت و طایفه‌ات رحم کن و او را بیاور و تحویل بده. او به هانی گفت که مسلم ابن عقیل پسر عموی عبیدالله است و عبیدالله قصد جان او را نخواهد کرد و برای تو و طایفه‌ات نیز تحویل دادن او عار نیست، زیرا از روی ناچاری او را به حاکم تحویل می دهی. هانی گفت: من نمیتوانم کسی که به من پناه آورده است را از خانه‌ام بیرون کشیده تحویل دهم. عبیدالله گفت: یا او را می آوری یا گردنت را خواهم زد. هانی تشر زد که اگر چنان کنی هزاران مرد در پیرامون خانه‌ات گرد خواهند آمد، یعنی یمنی ها خواهند شورید.
عبیدالله گفت: مرا از مردان طایفت میترسانی؟ و با چوبی که در دست داشت چندان به چهره او زد تا دماغش شکست و پیشانی و گونه‌هایش پاره شد و چوب شکست و باز او را به اتاق بازداشتگاه فرستاد. مسلم ابن عقیل را در این میان برخی از سران یمنی از خانه هانی به جای دیگری برده بودند. چون روز به شب رسید و از هانی خبری نشد، آنها تصمیم گرفتند که بامداد فردا برای آزادسازی هانی دست به کار شوند. بامداد فردا 4000 مرد مسلح در پشت سر مسلم ابن عقیل راهی کاخ فرمانداری شدند. عبیدالله به جز 30 تن از نگهبانان کاخ و 20 تن از موالی خودش که همراه آورده بود و آن گروه 500 مردی از عثمانی های بصره که گفتیم پیش از حرکتش از بصره جداگانه به کوفه فرستاده بود، کسی را نداشت و در درون کاخ موضع گرفت تا شورش را با تدبیر بخواباند. شورشی ها کاخ را در محاصره گرفتند و به او و پدرش دشنام می دادند، ولی در آنها تصمیمی برای تصرف کاخ دیده نمی شد و می پنداشتند که عبیدالله از آنها بترسد و بگریزد یا فرمان آزادی هانی را صادر کند. رهبرشان که مسلم ابن عقیل بود، جوانی بی تجربه و کم جرأت بود که همه عمرش را در دمشق و سپس مدینه در آرامش و نعمت زیسته بود و نمیدانست که در چنین موقعیتی چگونه باید تصمیم گرفت. عبیدالله تا پیش از این هر گونه اقدامات لازم را برای جلب رضایت شماری از سران نیرومند و منتفض کوفه انجام داده و آنها را به جانب خود متمایل کرده و به یاریشان امید بسته بود. او اینک چند تن از سران شیعه، محمد ابن اشعث کندی، شبس ابن ربعی تمیمی، شمر زلجوشن کلابی، حجار ابن ابجر اجلی را طلبیده نویدهایش را برایشان تکرار کرد و آنها را فرستاد تا افراد قبایل و طوایف خودشان را پراکنده سازند. هر کدام از اینها برای شورشیان سخنرانی کرده آنها را از پیامد شورش و از لشکریان شام که در راه کوفه اند ترساند و تشویق کرد که به خانه هایشان برگردند و تشر زد که امیر سوگند خورده که اگر تا شامگاه به خانه هایتان برنگردید شما را خواهد گرفت و به تبعید بیابانهای شام خواهد فرستاد و مستمری افراد خانوادهتان را قطع خواهد کرد و هر که در مخالفت پا بفشارد سرش را خواهد برید. نوشتند که شورشیان تا این سخنان را شنیدند شروع به متفرق شدن کردند و به یکدیگر می گفتند فردا سپاهیان شام بر سرمان گسیل خواهند شد. آنگاه ما چه توانیم کرد؟ جنگیدن چه دردی را از ما دوا خواهد کرد؟ روز که به پایان رسید جز 30 تن کسی در کنار مسلم نمانده بود. اینها نیز پس از نماز مغرب او را رها کرده به خانه هایشان برگشتند. مسلم در مسجد تنها ماند و چاره را در فرار دید تا از دستگیری برهد. او کوچه های کوفه را نمی شناخت و خانه های شیعیان حسین را از شیعیان یزید تشخیص نمی داد، ولی ناچار راه کوچه ها را در پیش گرفت شاید پناهی بیابد. عبیدالله پس از فرارسیدن تاریکی از کاخ بیرون آمد تا اوضاع را بررسی کند. متوجه شد که هیچ کس در پیرامون کاخ و در مسجد نمانده است و از مسلم ابن عقیل نیز خبری نیست. او چند تا از مردانش را فرستاد تا در کوی و برزنها بانگ بزنند که هر کس به مسلم پناه دهد یا مسلم در خانه‌اش یافت شود خانواده و طایفه‌اش به سختی کیفر خواهند دید. مسلم بر هر خانه‌ای که در زد در را بر رویش نگشودند. وارد محله کندی‌ها که شد تشنگی بر او زور آورد و بر خانه‌ای در زده آب طلبید. اینجا نه خانه عرب
بلکه خانه یکی از موالی کنده بود. پیرزنی بیرون آمد و به او آب داد، ولی مسلم آب را در دست گرفته در اندیشه شد. پیرزن چون دید که او نمیخواهد که آبش را بنوشد و برود، گفت نشستن تو در اینجا درست نیست، برخیز و برو. گفت من در این شهر بزرگ نه کسی را دارم و نه خانه ای را میشناسم که به من پناه بدهد. من مسلم ابن عقیلم که نویدهای دروغین و فریبای مردم این شهر مرا به این روز افکنده است. اگر ممکن است مرا در خانه‌ات راه بده. زن دلش بر او سوخت و او را به خانه برد. پسر زن که از موالی محمد ابن اشعث بود، وقتی به خانه آمد از وجود او در خانهشان اطلاع یافت و از بیم آنکه خشم عبیدالله بر سرش فرو بریزد، رفت و خبرش را به عبدالرحمن پسر محمد ابن اشعث داد و این نیز خبر را به پدرش محمد ابن اشعث رساند. محمد ابن اشعث خبر به عبیدالله ابن زیاد داد. عبیدالله ابن زیاد شخص محمد ابن اشعث را مأمور دستگیری مسلم ابن عقیل کرد و عمرو پسر عبیدالله ابن عباس عموزاده حسین و مسلم را با دسته ای همراه او فرستاد. چون خانه در محاصره افتاد، مسلم با شمشیرش از خانه بیرون آمد و جانانه به دفاع از خودش پرداخت تا دهانش به ضرب چوب پاره شد و چند تا از دندانهایش افتاد و چند زخم دیگر برداشت. مقاومت یکتنه او بیهوده بود و راهی جز تسلیم نداشت. محمد ابن اشعث نیز به او گفت به جای آن که خودت را به کشتن دهی تسلیم شو. عبیدالله عموزاده توست و من گمان نمی کنم که قصد جانت داشته باشد. مسلم ناچار تسلیم شد و از محمد ابن اشعث زنهار گرفت که کشته نشود. وقتی شمشیرش را گرفتند و دستهایش را با بند بر گردنش حلقه بستند و بر خرسپی نشاندند، دانست که کارش تمام است و گریان گفت انا لله و انا الیه راجعون. محمد ابن اشعث گفت من امید دارم که به تو گزندی نرسد. مسلم گفت امیدی بیهوده است، زنهارتان چه شد؟ عمرو پسر عبیدالله ابن عباس به او دلداری داد و گفت کسی چون تو که در طلب امری چنان بزرگ آمده است، وقتی این گونه چیزی برای پیش آمد کرد نمی گرید. مسلم گفت من نه برای خودم بلکه برای افراد خاندانم و برای حسین و خاندان حسین می گریم که در راهند. مسلم را به کاخ فرمانداری بردند. بر در کاخ چشم مسلم به خمره آب افتاد و چون تشنه بود آب طلبید. مسلم ابن عمرو باهلی که آنجا ایستاده بود به او گفت آب این خمره خیلی هم خنک است، ولی یک قطره از آن را نخواهی چشید تا به جهنم درافتی و جوشابه دوزخ به تو نوشانده شود. مسلم گفت تو کیستی که چنین میگویی؟ گفت من پسر کسیم که تو خوب میشناسیش. من فرزند همانم که وقتی تو از حق رو برتافتی او حق را شناخت و وقتی تو خلاف فرمان امام عمل کردی از امام اطاعت کرد و وقتی تو با امام به مخالفت برخاستی در کنار امام ایستاد. من مسلم ابن عمرو باهلیم. مسلم با حالتی زار بر دیوار تکیه داد و نشست. عماره پسر عقبة ابن ابی معیط نیز آنجا بود. غلامش را فرستاد و کوزه ای آب آورد تا مسلم بیاشامد، ولی مسلم که دهانش دریده شده بود، همین که دهان بر کوزه می نهاد خون از دهانش بیرون می زد و در کوزه می ریخت. پس از آن مسلم را وارد کاخ کردند. عبیدالله ابن زیاد در نظر داشت که مسلم را به خواری بکشد، زیرا مسلم از نظر عبیدالله یک محارب بود که به کوفه آمده بود تا مردم را بر ضد ولی امر مسلمین بشوراند و کیفرش نیز اعدام به خواری بود.
محمد ابن اشعث به عبیدالله ابن زیاد گفت من به مسلم زینهار و زبان دادم که کشته نخواهد شد. عبیدالله گفت تو به زینهار چه کار داری؟ مگر ما تو را فرستادیم که به او زینهار بدهی؟ ما تو را فرستادیم که او را بیاوری. آنگاه رو به مسلم کرده به او پرخاش نمود که چرا مردم را بر ضد امام مسلمین شورانده و کوشیده است که وحدت مسلمین را برهم بزند و در میان امت اسلام تفرقه ایجاد کند و دولت اسلام را تضعیف کند. مسلم که میدانست امیدی به زنده ماندنش نیست، به او پاسخهایی داد. گفت مردم این شهر چون از دست ستمهای پدر تو به سطوح آمده بودند، از ما دعوت کردند که برای برقراری عدل و انصاف به کوفه بیاییم و آمده ایم تا عدل را به میان مردم برگردانیم. عبیدالله گفت ای فاسق، تو کجا؟ عدالت کجا؟ مگر تو نبودی که وقتی ما دستن در کار گسترش عدل و انصاف بودیم در مدینه مشغول بادگساری بودی؟ اکنون آمده ای که عدالت بیاوری؟ سخن در میان مسلم و عبیدالله به پرخاش و دشنام کشید. پس از آن عبیدالله فرمود تا وی را بر بام کاخ ببرند و به زیر افکنند. اکنون شمار بسیاری از یمنی ها در پیرامون کاخ گرد آمده بودند تا برای مسلم و هانی نزد عبیدالله پادرمیانی کنند. عبیدالله به یکی از مردانی که در حین محاصره خانه هانی از دست مسلم زخم خورده و سرش شکافته شده بود گفت برو و سرش را از تن جدا کن. مرد رفت و بر فراز کاخ سر مسلم را برید و سر و جسد را با هم به زیر افکند. محمد ابن اشعث و عبدالله گفت هانی ابن عروه را به خاطر من آزاد کن، زیرا همه می‌دانند که من او را به نزد تو آوردم و میترسم که اگر او را بکشی میان مزهجی ها و کندی ها به هم بخورد. عبیدالله به شفاعت او توجه ننمود و او را به افرادش سپرد تا به بازار گوسفند فروشان ببرند و سرش را همچون گوسفند از تن جدا کنند. وقتی او را دست بسته به جلو افکنده می بردند، او نعره می زد که مزهجی ها کجایند؟ هیچ کس نیست که به یاری من بشتابد مگر همهشان مردند. و چون دید که هیچ کس به فریادش نمی رسد، باز فریاد کشید که سنگی، چوبی، کاردی نیست که من خودم را از اینها برهانم. مزهجی ها چنان از عبیدالله ابن زیاد هراسیده بودند که حتی یک تن نیز فریاد اعتراضی بر نیاورد. او را در بازار گوسفند فروشان بر زمین نشاندند و گفتند گردنت را دراز کن. گفت من گردنم را به شما نخواهم سپرد و شما را در کشتن خودم یاری نخواهم کرد. یکی از موالی عبیدالله سرش را با 2 ضربت شمشیر زد. این گونه مسلم و هانی به خواری کشته شدند. با اعدام این دو، شورش برنامه ریزی شده شیعیان بی تصمیم حسین در اثر بی تجربگی مسلم ابن عقیل و خودفروختگی و خیانت سران قبایل شیعه در نطفه خفه شد. کوفه دیگر کوفه چند روز پیش نبود. شور و شوق شیعیان برای استقبال از حسین جایش را به امید سران قبایل به وعده های عبیدالله داده بود. همگان مرعوب عبیدالله شده بودند. همه افراد شرطه به اطاعت عبیدالله برگشته بودند و کوفه به طور کامل به کنترل عبیدالله درآمد. ارعاب گسترده در کوفه برقرار شد. دستجات گشتی در سراسر شهر پراکنده شدند. دروازه‌های شهر بر روی آیندگان و روندگان بسته شد تا تحرکات شیعیان به کلی منجمد شود و امکان رسیدن هر گونه کمک از کوفه به حسین منتفی گردد.
فرمان عبیدالله ابن زیاد بود که هر فرد مشکوکی را در شهر بیابند بیدرنگ دستگیر کنند و سرش را ببرند. از جمله افراد مشکوکی که به دنبال این فرمان کشته شد، یک مرد بدوی از همه جا بیخبر بود که برای گرفتن طلبی که از یکی از آشنایانش داشت وارد کوفه شده بود و توسط مأموران گشتی عبیدالله دستگیر و به فرمان عبیدالله اعدام شد. بازخوانی داستان کربلا. نویسنده امیر حسین خنجی. فایل 6. حرکت امام حسین از مکه به کوفه. درست در همان روزی که مسلم و عروه کشته شدند، امام حسین بیخبر از آنچه در کوفه رخ میداد از مکه به قصد کوفه به راه افتاد. مسلم ابن عقیل در نامه‌اش به حسین گزارش نوشته بود که 18,000 تن از مردم کوفه با من بیعت کرده اند. وقتی نامه‌ام به تو برسد بیدرنگ حرکت کن، همه مردم خواهان تو اند و خواهان کسی از خانواده معاویه نیستند. حسین با دریافت این نامه یقین کرده بود که کوفه اکنون در اختیار اوست و تصمیم به حرکت گرفت. او تلاش کرد که شاید افراد خاندانش و عموزادگان و عمه‌زادگانش که برای حج به مکه رفته بودند او را همراهی کنند، ولی تلاشش به جایی نرسید، زیرا خیشانش در بیعت یزید بودند. برخی از آنها به او نصیحت کردند که تا مطمئن نشود که در کوفه نیروی کافی در اختیار دارد و تا یقین نکند که توان نظامی امویان در کوفه از میان رفته است، از رفتن به کوفه خودداری ورزد. برادرش محمد ابن حنفیه به او نصیحت کرد که از رفتن به کوفه منصرف گردد. عبدالله ابن عباس به اون نصیحت کرد که از مکه نرود و به وعده های مردم کوفه دل نبندد که آنها خواهان دنیایند و همین که یزید به آنها نویدهای خرسند کننده بدهد جانب بیطرفی را خواهند گرفت. وقتی حسین گفت که تصمیم به رفتنش جدی است، عبدالله گفت مگر به شهری می روی که امیرشان را کشته و شهر را به تصرف گرفته و دشمن را بیرون کردند؟ هرگاه چنین کردند تو برو، ولی اگر از تو دعوت کردند که بروی در حالی که امیرشان بر آنها مسلط است و کارگزاران امیرشان مالیاتها را برای امیرشان می آورند، تو را دعوت کردند که به جنگ بروی. من از آن بیم دارم که همانها که از تو دعوت کردند به پیکار تو برخیزند. حسین گفت به درگاه الله استخاره خواهم کرد. عبدالله گفت مردم کوفه اهل پایبندی به پیمان نیستند. میترسم که به کشتن بروی. همینجا بمان. اگر خواهان تو هستند به آنها بنویس تا دشمن را بیرون کنند، آنگاه برو. و اگر نمیخواهی که در مکه بمانی، یعنی اگر میترسی که در مکه تو را بازداشت یا مجبور به بیعت کنند، به یمن برو که کوهستانی است و دژهای مستحکم دارد و شیعیان ما نیز در آنجا بسیارند و از آنجا نامه ها به اطراف و اکناف بنویس تا مردم به تو بپیوندند. حسین به او گفت تو دلسوزی میکنی، ولی من تصمیم خودم را گرفتم. عبدالله ابن زبیر که خودش هوای دستیابی به خلافت را در سر داشت و رقیب سیاسی حسین بود نیز به او نصیحت کرد که در مکه بماند. کسانی از قبیله خزاعه نیز بنا به آن که هم پیمان دیرینه بنی هاشم بودند به حسین نصیحت کردند که به وعده های مردم کوفه دل نبندد و از رفتن به کوفه منصرف شود. یکی از سران بنی مخزوم نیز به اون نصیحت کرد که تو میخواهی به شهری بروی که کارگزاران یزید در آنجایند و بیت المال را در اختیار دارند. مردم بندگان درم و دینار هستند و من از آن بیم دارم که همانها که به تو وعده یاوری دادند تو را به کشتن دهند. حسین به او پاسخ داد که تو نصیحتت را کرده ای، الله نیز اراده اش را
مجرا خواهد داشت. حسین که از رخدادهای اخیر کوفه بیخبر بود، با اعتماد کاملی که به گزارش مسلم و وعده‌های شیعیانش داشت، بر آن بود که بیدرنگ برای رسیدن به کوفه به راه افتد. هیچ چیز نمیتوانست که او را از تصمیمش منصرف کند. وقتی عبدالله ابن عباس به او اصرار کرد که از رفتن به کوفه منصرف شود، او پاسخ داد که مسلم ابن عقیل به من خبر فرستاده که مردم کوفه با منند و آماده اند که از من حمایت کرده مرا نصرت دهند. عبدالله که فرجام کار را میدید، به او توصیه کرد که اگر بر آن است که به هر حال به کوفه برود، زن و فرزندانش را نبرد و گفت من از آن میترسم که همان گونه که عثمان در برابر چشمان زنان و فرزندانش کشته شد، تو نیز جلو چشمان زنان و فرزندانت کشته شوی. و چون دید که حسین به هیچ وجه حاضر نیست که به مشورتها توجه کند، گفت والله که اگر میشد موهایت را در چنگالم میگرفتم تا مردم جمع شوند و مانع خروج تو گردند، ولی میدانم که این کار نیز فایده این ندارد. روز 8 ذی‌حجه سال 60 هجری 21 شهریور 59 خورشیدی، حسین مکه را به قصد کوفه رها کرد. اتفاقاً این همان روزی بود که مسلم ابن عقیل در کوفه کشته شده بود. او حتی 3 روز دیگر صبر نکرد تا حج را که همان روز آغاز شده بود برگزار کند و چنان به گزارشی که مسلم برایش فرستاده بود اطمینان داشت که با خود نیندیشید که اگر در روزهای حج با برخی از سران قبایل کوفه که به مکه آمده اند تماسهایی بگیرد و پس از اتمام مراسم حج حرکت کند، شاید عربهای عراقی که برای حج آمده اند در بازگشتنشان به عراق با او همراه شوند. حتما اگر چنین میشد، حاجیان کوفه که از آمادگی قبایل خودشان برای حمایت از حسین خبر داشتند و از رخدادهای اخیر بیخبر بودند، با حسین همراهی می‌کردند تا فردا که حسین به خلافت نشست از مزایای این همراهی برخوردار شوند. و اگر چنین میشد، چون که از همه قبایل کوفه در جمع حاجیان بودند، رخدادها به گونه دیگری به پیش می‌رفت و حتما وقتی حسین به نزدیکی کوفه می‌رسید، مردم کوفه به خاطر جلوگیری از کشته شدن افراد خانواده ها و خیشان خودشان هم که باشد دست به کاری می‌زدند و در برابر تصمیم خطربار عبیدالله سکوت اختیار نمی‌کردند، بلکه می‌کوشیدند تا عبیدالله را وادارند که از راه مذاکره با حسین وارد شود، نه جنگ و خونریزی. ولی حسین که به حقانیت قضیه خودش و به یاوری الله اطمینان داشت، چندان به وعده‌های مردم کوفه اعتماد کرده بود که در این سفرش نیازی به هیچ یاوری احساس نمی‌کرد. مسلم ابن عقیل به او نوشته بود که هرچه زودتر حرکت کن که مردم بی صبرانه در انتظارند و 18,000 مرد با ما بیعت کردند، لذا او درنگ را جایز نمی‌دانست. نوشتند که وقتی حسین به راه افتاد، عبدالله ابن عباس که می‌دانست که او به چه راهی می‌رود، با اندوه گفت یاد حسین، یاد حسین. و محمد ابن حنفیه که به بدرقه حسین نرفته بود، وقتی حسین از مکه بیرون می‌رفت زار زار گریست. و نوشتند که روزی که حسین از مکه بیرون رفت، عبدالله ابن عمر در یکی از ملک‌هایش بود. وقتی برگشت و شنید که حسین رفته است، سوار بر اسبش شده شتابان رفت و در چند مرحله‌ای مدینه به او رسید و گفت می‌خواهی به کجا بروی؟ گفت به کوفه می‌روم. عبدالله به او سوگند داد که از رفتن به کوفه خودداری کند. حسین تومارهای پر از نامهای بیعت کنندگان که سران کوفه برایش فرستاده بودند را به او نشان داد. عبدالله گفت
والله که نه تو به حاکمیت دست خواهی یافت نه کسی از خاندانت. الله پیامبرش را مخیر کرد که میان دنیا و آخرت یکی را برگزیند و او آخرت را برگزید. شما هم پاره ای از پیامبرید. الله حاکمیت را از شما دور داشته است و این حتما به خیر و صلاح شما بوده است. برگرد. و چون دید که حسین اصرار دارد که برود، او را در بغل فشرده گریان گفت: ای کشته شده، تو را به الله می سپارم. همه خیشان و نزدیکان حسین احساس می کردند که حسین به سوی خطر بزرگی می رود، ولی خودش اطمینان داشت که کوفه برای حمایت از او آمادگی کامل دارد. آنها که دلشان برای او میسوخت خبر نداشتند که 18,000 تن از مردم جهادگر کوفه بیعتشان را برای او فرستاده خودشان را سربازان جان نثار او نامیدند. حسین با اطمینان به این که تا وارد شهر شود حاکمیت را به دست خواهد گرفت، در این سفر کلیه افراد خانواده‌اش را از بزرگ و کوچک و غلام و کنیز با خود همراه داشت و کلیه اسباب و اساسش را با خودش می برد و بنکن به کوفه می رفت. کسی از مردم مکه یا مدینه در این سفر با او همراهی نکرد. حسین زاده و پرورش یافته مدینه بود. در عمر 56 سالش فقط در دوران کوتاه خلافت پدر و برادرش دور از مدینه زیسته بود. 19 سال اخیر نیز همش در مدینه بود. مردم مدینه به خاطر پیامبر و فاطمه به او احترام بسیار می نهادند و چندان نسبت به او محبت داشتند که در عین حالی که قرآن تأکید کرده بود که هیچ مردی پسر پیامبر نیست، او را و برادرش حسن را ابن رسول الله می نامیدند. ولی اکنون که او تصمیمی به این بزرگی گرفته بود، نه تنها هیچ کس از مردم مدینه بلکه نزدیکترین خیشانش نیز آمادگی همراهی با او را نداشتند. از عموزادگانش پسر عبیدالله ابن عباس را دیدیم که در دستگیری مسلم ابن عقیل با مأموران عبیدالله ابن زیاد همکاری کرد. عموزاده دیگرش عبدالله پسر عباس، برادرانش ابن حنفیه و عمر و عبیدالله و برادرزادگانش حسن و عمر پسران امام حسن نیز از همراهی با او خودداری کردند. گویا او از برادرش ابن حنفیه رنجیده خاطر شد که چرا از همراه شدن دیگران با او جلوگیری می کند. ابن حنفیه به او پاسخ داد که تو به کشتنگاه می روی، چه لزومی دارد که آنها با تو بیایند؟ بلازری نوشته که وقتی حسین تصمیم به خروج یعنی قیام بر ضد یزید گرفت، ابن حنفیه در بیعت یزید بود. پس از آن نیز در بیعت ماند و هیچگاه بیعتش را نشکست. مردم مدینه و مکه چه داوطلبانه چه زیر فشار با یزید بیعت کرده بودند. بیعت یک رسم عربی بود که با بیع یعنی داد و ستد هم ریشه و هم معنا بود. کسی که با یکی بیعت می کرد طبق یک قرارداد مقدس عرفی خودش را به بیعت شونده می فروخت، یعنی تعهد می کرد که با جان و مالش در راه خوشنودی بیعت شونده بکوشد و همواره در کنار او و بر ضد دشمن او باشد و هیچگاه از او نافرمانی نکند. این قراردادی بود که در عرف عربی نقضش قابل تصور نبود. عرب یا بیعت می کرد یا نمی کرد. اگر بیعت می کرد آن را نمی شکست مگر آنکه حالت دست جمعی بیابد و یک قبیله با هم و یک جا بیعت را بشکنند، آن هم در صورتی که بهانه کافی برای توجیه نقض بیعت در دست داشته باشند. در گزارش منجر به پیمان حدیبیه در زمان پیامبر می‌خوانیم که وقتی پیامبر از همراهانش بیعت می‌گرفت، مردی خودش را پشت شتری نهان کرد
تا چشم پیامبر به او نیفتد و او مجبور نباشد که با وی بیعت جانفشانی کند. حسین از مکه دور نشده بود که فرزدق تمیمی شاعر را دید که در یک گروهی برای حج به مکه می رفتند. فرزدق از عربهای بصره بود و اخیراً به کوفه رفته بود و از کوفه برای حج می رفت. او و همراهانش از رخدادهای اخیر کوفه خبر نداشتند، زیرا پیش از وارد شدن عبیدالله ابن زیاد به کوفه از کوفه بیرون آمده بودند. حسین اوضاع کوفه را از او جویا شد. او پاسخ داد که دلهای مردم با تو است و شمشیرهاشان با بنی امیه. حسین گفت فکر می‌کنی که مردم کوفه با من چه کنند؟ من این همه نامه از آنها دارم. فرزدق گفت تو را بیاور رها خواهند کرد، دلهاشان با تو و دستهاشان بر ضد تو است. حسین چون یک منزلی از مکه دور شد، بیخبر از آن که مسلم کشته شده است، یکی از مردم کوفه که همراهش بود را با نامه‌ای به کوفه فرستاد تا حرکتش را به آگاهی سران کوفه برساند. او در نامه‌اش به مردم کوفه نوشته بود که نامه مسلم ابن عقیل به من رسید و اطلاع یافتم که شما بر یاوری ما اتفاق نظر دارید و مصممید که حق ما را بگیرید. الله به شما پاداش نیکو دهاد. خودتان را آماده کنید و بکوشید. من از مکه حرکت کردم و ان شاء الله همین روزها نزدتان خواهم بود. سپاهیان عبیدالله که همه جاده‌های منتهی به کوفه را در کنترل داشتند، این مرد را در قادسیه گرفتند و وقتی دانستند که پیک حسین است، به نزد عبیدالله فرستادندش. عبیدالله به او فرمود تا به فراز کاخ رفته به علی لعنت کند و حسین را دروغبند بنامد. او چون به فراز کاخ رفت، بانگ زد که حسین در راه است، برای یاری او آماده شوید. او را به فرمان عبیدالله از فراز کاخ به زیر افکندند. سرنوشت پیک دوم که حسین بیخبر از آنچه بر سر پیک قبلیش آمده بود از منزلگاه دیگری به کوفه فرستاد نیز شبیه پیک اولیش بود. اولی همین که بر زمین افتاد در هم شکسته شد و جان داد و دومی سخت جانتر بود و روی زمین دست و پا میزد و یکی از مردم کوفه بر او ترحم آورد و سرش را برید. حسین همچنان شتابان راه میپیمود تا خودش را هرچه زودتر به کوفه برساند. در هر منزلگاهی که بار میانداخت، شماری از مردان طایفه‌ای که در آنجا جاگیر بودند با او همراه میشدند. حتی یکی از مردم مکه که عثمانی بود و با چند تنی میرفت تا خبر بیرون رفتن حسین از مکه را به کوفه ببرد، پس از اصرار حسین با همراهانش به او پیوستند. اینها بر این گمان بودند که کوفه برای حسین آماده است و در آینده از امتیاز پیشگام شدنشان در پیوستن به حسین بهره‌ور خواهند شد. در یکی از منزلگاه‌ها عبدالله ابن مطیع عدوی که پیش از این وقتی او از مدینه به مکه میرفت نیز به او نصیحت کرده بود که به فکر رفتن به کوفه نیفتد، او را دید و مصرانه به او سوگند داد که از همین راهی که آمده است برگردد، زیرا اگر به کوفه برود حتما کشته خواهد شد. او به حسین گفت اگر بخواهی که آنچه در دست بنی امیه است را از دستشان بیرون بکشی، تو را خواهند کشت و اگر تو را بکشند دیگر به هیچ کس رحم نخواهند کرد و حرمت اسلام و عرب و قریشیان شکسته خواهد شد. به کوفه مرو و متعرض بنی امیه مشو. مسلم ابن عقیل وقتی خودش را به محمد ابن اشعث تسلیم کرده بود، از او زنهار گرفته بود که کشته نشود. به او گفته بود که اکنون که کار به اینجا رسیده است، از تو میخواهم که کسی از مردان مورد اعتمادت را به عنوان پیک من به نزد حسین بفرستی
تا از زبان من به او بگوید که من به اسارت افتادم. اهل کوفه پیمانشان را شکسته و ما را رها کرده اند و تو حمایتی نداری و اگر به کوفه بیایی کشته خواهی شد. از راحت برگرد و خود و خانواده‌ات را به کشتن مده. محمد ابن اشعث به مسلم زبان داد که این کار را خواهد کرد و 2 مرد مورد اعتمادش را برای رساندن پیام مسلم روانه کرد. حسین در راه کوفه این پیام را دریافت، ولی گفت هرچه بر سرمان نوشته شده است همان خواهد شد و همچنان به راهش ادامه داد. او هنوز نمیدانست که مسلم و هر 2 پیک را کشته اند و به آن 18,000 تنی از کوفیان که با او بیعت کرده بودند امید بسته بود. او چند منزلی دیگر پیموده بود که مردی را دید که از کوفه می آمد و چون اوضاع کوفه را از او جویا شد، مرد گفت که مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه را کشتند و من دیدم که پاهاشان را گرفته بودند و در کوچه ها بر زمین می کشاندند. او از حسین خواست که از همین راهی که آمده است برگردد، ولی حسین به راهش ادامه داد. باز در منزل دیگری شنید که هر 2 فرستاده اش توسط عبیدالله ابن زیاد بازداشت شده و به کشتن رفتند. باز در منزلگاهی شنید که عبیدالله ابن زیاد سپاه تدارک دیده است تا مانع ورود او به کوفه شود. با این حال او امیدوار بود که آن 18,000 تنی که توسط مسلم به او تعهد جانفشانی سپرده اند به زودی به یاریش بشتابند و او با این نیرو از پس عبیدالله ابن زیاد برآید و کوفه را به تصرف درآورده تشکیل حاکمیت بدهد. مردی از بنی اسد که از همراهان حسین بوده گفته که وقتی خبر کشته شدن مسلم ابن عقیل به حسین رسید، یکی از همراهان حسین به او گفت تو که مانند مسلم ابن عقیل نیستی، تو همین که وارد کوفه شوی مردم بیدرنگ به تو خواهند پیوست. شاید این جمله از زبان خود حسین شنیده شده بود، ولی گزارشگر نخواسته که از زبان خود او بازگویی کرده باشد و به یکی از همراهان او نسبت داده است. اما امید حسین به یاری مردم کوفه بیهوده بود. با نویدهایی که عبیدالله ابن زیاد به سران قبایل داده بود، بیعتی که برای حسین فرستاده بودند از یادها رفته بود. آنها حساب عبیدالله را از حساب نعمان ابن بشیر جدا می دانستند. نعمان ابن بشیر از عربهای شام بود و مخالفتی که با او داشتند مخالفت با سروری یک عرب شامی بر کوفه بود. آنها حسین را طلبیده بودند تا به سروری عربهای شامی بر کوفه خاتمه دهد، ولی عبیدالله خودش و پدرش از مردم عراق بودند. او اکنون برای سران کوفه امیر عبیدالله ابن زیاد ابن ابو سفیان بود. شیعیان کوفه مردمی بودند که برخی از امتیازاتشان از آنها سلب شده بود و خواهان برابری در درآمدهایی بودند که از مناطق مختلف ایران زورگیری میشد و آنها خودشان را سهامدار اصلی این درآمدها می‌دانستند. تا زمانی که کارگزاران اموی می‌خواستند که به انحصار طلبی ها ادامه دهند، اینها شیعه مخالفین بنی امیه بودند. اما اگر منافع مورد نظرشان را کسی از امویان تأمین می‌کرد، شیعه او می‌شدند. آنها در حقیقت شیعه منافع خودشان بودند و چون حسین و علی به آنها وعده برابری در امتیازات اقتصادی و اجرای عدالت اسلامی در توزیع اموال حاصل از ایران و عراق داده بودند، شیعیان آنها شدند. حسین وقتی به کنار قادسیه در فاصله نچندان دوری از کوفه رسید، چند صد تنی همراهش بودند. او در اینجا با لشکر 1000 مردی عبیدالله ابن زیاد روبرو شد
که به فرماندهی یک تمیمی به نام حر بن یزید ریاحی گسیل شده بودند. حر از طایفه بنی یربوع بود که به طور عمده در بصره جاگیر بودند. بنی یربوع همان طایفه بودند که در زمان پیامبر ما یک زن مدعی نبوت به نام سجاح در میانشان ظهور کرده بود. بنی یربوع عموماً مردمی پارسا بودند و اینک بیشترشان مذهب مساواتگرای خوارج داشتند. شماری از بنی یربوع در زمان علی و شمار بسیاری از آنها در زمان معاویه در شورش‌های خوارج شرکت کرده و کشته شده بودند. خوارج گرچه علی را به دلایل خاصی که برای خودشان داشتند تکفیر می‌کردند، ولی حساب فرزندان فاطمه را از حساب علی جدا کرده بودند و برای حسین که اینک تنها بازمانده فاطمه بود احترام بسیار قائل بودند. این حر از خوارج نبود، از شیعیان علوی و عثمانی نیز نبود، بلکه یکی از جهادگران عراق بود. او فرمان داشت که یا از حسین برای یزید بیعت بگیرد و او را به کوفه ببرد، یا از نزدیک شدنش به کوفه جلوگیری کند و او را به بیراهه‌های بیابانی بکشاند و منتظر فرمان بعدی عبیدالله ابن زیاد بماند. او وقتی به حسین رسید، ضمن ادای احترام مأموریتش را به اطلاع حسین رسانید و از او خواست که همینجا با یزید بیعت کند. حسین به او پاسخ منفی داد و حر گفت فرمان دارد که مانع ورودش به کوفه یا بازگشتش به مدینه شود و او را رها نکند و پا به پای او حرکت کند تا آنکه فرمان بعدی عبیدالله را دریافت دارد. حسین کوشید تا وی را متقاعد کند که دست از او بدارد و مانع حرکتش به سویی که مایل است نشود، ولی حر پوزش خواسته گفت که چاره‌ای جز اجرای فرمان امیر ندارد. حسین اکنون که میدید این سپاه با این وضع برای مقابله با او از کوفه بیرون آمده است و خبری نیز از شیعیان خودش نمیرسد، دانست که کوفه کاملا در دست عبیدالله ابن زیاد است و مددی به او نخواهد رسید و راه ورودش به کوفه نیز بسته است. لذا کوشید که حر را مجاب کند تا دست از او بدارد و بگذارد که به مدینه برگردد، ولی حر گفت که نمیتواند این اجازه را به او بدهد، بلکه باید منتظر فرمان امیر بماند و اگر او بخواهد که راه بسپارد حق ندارد که به سوی کوفه رود یا به مدینه برگردد. اکنون حسین به جایی آمده بود که نه راه بازگشت به مدینه را داشت و نه راه ورود به کوفه را. چندان نیروی نیز با خود نداشت که بتواند با این سپاه 1000 مردی بجنگد و راهی بگشاید و به مدینه برگردد. گویا در همین روز 4 تن از مردم کوفه که سواره از آنجا می‌گذشتند خواستند که با حسین دیدار کنند. حر از دیدارشان با حسین ممانعت کرد. حسین گفت که تو خودت گفتی تا نامه عبیدالله را دریافت نکرده باشی متعرض من نخواهی شد. حر به آنها اجازه داد که با حسین دیدار کنند. حسین اوضاع کوفه را از اینان جویا شد. یکی از اینها گفت سران قبیله ها رشوه های کلان دریافت داشتند و رضایت خاطر یافته و بر ضد تو همدست شدند. آنها به تو نامه نوشته بودند تا تو را وسیله رسیدن به خواسته هاشان قرار دهند. مردم عادی دلهاشان با توست، ولی فردا شمشیرهاشان بر ضد تو آخته خواهد شد. حسین که با آن همه امید و اطمینان از مکه به راه افتاده بود، اکنون احساس می کرد که به راهی بدفرجام آمده است. در بازخوانی رخدادهای تاریخی نمیتوان که احساسات مذهبی و علایق شخصی را دخالت داد.
اینکه ما سخن تبلیغگران مذهب را تکرار کنیم که حسین بر آن شده بود تا با خون خودش دین جدش پیامبر را آبیاری کند و اگر خروج نمی کرد اسلام از بین می رفت، به درد مطالعه رخدادهای تاریخ نمی خورد. آنچه که در کتابهای تبلیغ مذهب نوشتند به کار تبلیغ مذهب می آید، ولی در مطالعه رخدادهای تاریخی نمی توان به آنها توجه نمود. حقیقت آن است که همان کسانی اسلام را به عراق و مصر و شام برده بودند که در جمل و صفین با علی جنگیدند. در آینده نیز اسلام را همان کسانی به شمال آفریقا و اسپانیا و سغد و خوارزم و سند خواهند برد که اکنون هوادار یزید و بر ضد حسین بودند. حقیقت آن است که دین حسین همان دین آنها بود و دین آنها همان دین حسین، زیرا آنچه که مسلمان را از نامسلمان متمایز می کند پابندی به نماز پنجگانه و زکات تعریف شده و روزه رمضان و حج کعبه و جهاد برای گسترش سلطه اسلام است. اگرچه استفاده ابزاری از دین در گرماگرم ستیز قدرت سیاسی نقش حساسی در برانگیختن حامیان ایفا می کند، ولی حساب این ستیز قدرت از حساب دین و دینداری جداست. حسین بی آنکه همه جوانب موضوع را سنجیده باشد یا نیروی خودش را برآورد کرده باشد یا صبر کند تا شیعیانش در کوفه بشورند و کوفه را برایش بگیرند، تصمیم به رفتن به کوفه گرفته بود. پیشتر دیدیم که در مکه کسی به او گفته بود که اگر صبر می کردی تا مردم کوفه بشورند و فرماندار را بیرون کنند و بیت المال را به دست گیرند، آنگاه با اطمینان به کوفه می رفتی. ولی او به این سخن توجه ننموده بود. ساده ترین معنای این سخن آن بود که اگر شیعیان تو توان گرفتن کوفه که شهر خودشان است را دارند، آنگاه شاید بتوان امید داشت که چه بسا تو بتوانی به نیروی آنها عراق و شام و حجاز را از یزید بگیری. ولی اگر آنها توان گرفتن شهر خودشان را نیز نداشته باشند، تو با چه امیدی می‌خواهی که برای گرفتن عراق و شام و حجاز اقدام کنی و خلافت را از دست یزید بیرون بکشی؟ کسی که با بینش تاریخ نگارانه به رخداد کربلا می نگرد حق دارد که از خودش بپرسد که آیا حسین بی آنکه همه جوانب کار را سنجیده باشد تصمیم به خروج گرفته بود و اکنون که به تله سپاهیان کوفه افتاده بود متوجه اشتباه بزرگ در تصمیم شتاب زده خیش شده بود و بر آن شده بود که به مدینه برگردد؟ همه تصرفات او از روزی که حر ریاحی به او گفت که راه رفتنش به کوفه و بازگشتنش به مدینه بسته است تا روزی که نبرد نابرابر کربلا آغاز شد نشان می‌دهد که آری، او اقدامی شتاب زده و حساب ناشده انجام داده بود و در اینجا به تله افتاده و به نقطه بی بازگشت رسیده بود.